کلامی هست. صدا کمتر خوب نمیشه. حالا چه خیر؟ سوری بده یورا. نه صدا چطوره؟ خوبه؟ خوب رخش سوری بده. امیر با امین؟ میشه. آه. وای ترا خوب رخ میکند بسیار. شما بسیار نجنبید میگرده. باید اهمیت بسیار. پس وقتی چی کردم این بسیار خوب. هموطنان عزیز و گرامی، برادران ارجمند، الحمدلله امیدواریم که شما همتون صحت سلامت هستید و همچنین برای شما یک اعلان دارم که اون هم انشاءالله از امروز شروع کرده هر هفته برنامه بازچی گپ همراه برادر عزیز و گرامی هم برادر بابا جان قیوموف انشاءالله هر روز شنبه ساعت 8 به وقت تاجیکستان، ساعت 6 به وقت روسیه و 5 به وقت برلین شروع خواهیم کرد همراه برادر بابا جان. و صحبت امروز ما دوستان گرامی فقط تنها یک صحبتی افتتاحی هست. این یک برنامه اول است. ما خیلی که میدونید دوستان گرامی، ما سال 2015 و 16 همراه برادر بابا جان قیوموف حدود 40 برنامه بازچیگپ رو ثبت پخش کرده بودیم و اون حالا در کانال یوتیوبی پیام تیوی هم هست و در کانال یوتیوبی شخصی خودم وجود دارد. انشاءالله امیدواریم که هفته های آینده از همین هفته شروع کرده هر هفته در خدمت شما دوستان و برادران باشیم و امیدواریم که یک جایه انشاءالله بعدی که ما صحبت رو میکنیم باز دوستانی که میخوان وارد شوند صحبت کنند، فکر نظر بدهند، خود داشته باشند یا سوالی داشته باشند، انشاءالله اونها هم را وارد خواهیم کرد. حالا برادر عزیز بابا جان خوش آمدین. خیلی که میدونیم سال 2015 و 16 یک مرحله خاص بود برای همه مخالفین بخصوص اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. به نظر شما اهمیت همین برنامه بازچی گپ در همون زمان در چی بود؟ خب با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان محترم. من فکر میکنم ما در این باره زیاد چیزی نگوییم بهتر است. محمود جان بگذار بینندگان در این باره خودشون قضاوت کنند، خودشون فکر کنند، این بهتر است. و البته در اون مرحله خیلی دشوار بود. حتی ما برای پیام دادن به کسی یا چگونه که میگویند نظر گرفتن از مردم حتی مشکل داشتیم در اون زمان. ولی حالا خدا را شکر که خیلی فضا فرق کرده است. مردم زیادی در صحنه هستند، صحبت میکنند و این امیدوارم که در برنامه کمکی باشد به برنامه‌های آینده ما و شما هم. انشاءالله امید داریم. خیلی که برادر بابا جان هم گفتن انشاءالله که کارشناسان و دیگر حالدانان و شخصیت های معروف انشاءالله دعوت خواهیم کرد، فکر و نظرهای اونها را در مسائلی خواهیم گرفت. خیلی که پیشتر گفتیم دوستان عزیز این برنامه اول است و یک برنامه افتتاحی است و چند فکر و نظرمون خواهیم گفت و بعد انشاءالله از هفته های بعدی برنامه های اول و دوم برنامه بازچی گپ انشاءالله شروع خواهند شد. برادر بابا جان، حالا یک میخواستم درباره همین برنامه بازچی گپ بگویم.
این هر هفته تقریبا روزهای شنبه انشالله هر هفته برگزار خواهیم کرد و موضوعهای داغ جامعه را چی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر مسائل را انشالله که مطرح خواهیم کرد. حالا برادر بابا جان قیومزاد، در مسئله که یکی از مسائل داغ این مسئله قضیه عزت امان است. واقعا سر و صداهای خیلی خیلی زیاد این قضیه برادر از بازداشت و دپورتی برادر عزت امان سر و صداهای خیلی زیادی رو به بار آورد. به نظر شما چی چیز این قضیه برادر عزت امان چی چیز رو آشکار کرد و یعنی چی تغییراتی در صحنه سیاسی آورد؟ خب البته ما شاهد هستیم که امروز درباره قضیه عزت امان در همه رسانه ها در همه فضای مجازی کلا خیلی زیاد صحبت میکنن و این خیلی خوب است و این واقعا هم نشانه خیلی از چیزها است برای ما. پیش از همه خوب می شود که ما در همین قضیه عزت امان به پهلوهای دیگری آن هم توجه کنیم. یعنی ما باید درک کنیم و مردمی ما، حکومت به خصوص درک کند که در اصل قضیه عزت امان با وجودی که واقعا هم یک قضیه خیلی مهم هست، یک بهانه است برای اعتراض مردم. یعنی این اعتراض ها لبریز شد در همه سطح ها. این مشکلات به حد رسید که مردم دیگر تحمل نکرد و در قضیه عزت امان آن را بروز داد و به اصطلاح دیگر به حکومت گفتن، به خصوص مردم مهاجر به حکومت خواستن بگویند که دیگر بس است ظلم شما بالای مردم مهاجر. شما تصور کنید که قضیه عزت امان برای چی اینقدر مهم شد. عزت امان در روسیه در بین مهاجران واقعا زحمت کشید و در مشکل ترین لحظه ها در کنار مردم مهاجر بود، ولی حکومت ما نه تنها در اون لحظه های مشکل ترین در کنار مردم نبود، بلکه در عین همین مشکلات برای بلیت سمالیات باز از مردم پول بیشتر گرفت. باز با رشوه با راه‌های مختلف از همین مردم مهاجری که در مشکلات بی‌نهایت زیاد گرفتار بودن سوء استفاده کرد. یعنی یک گروهی که امروز در حکومت هستن نه اومدن در کنار مردم باشن، نه اومدن با مردم باشن، بلکه باز یک مشکل دیگر رو بر بالای مشکلات مهاجری بیچاره ضم کردن. اومدن بلیتش رو قیمت کردن، اومدن به اصطلاح در لحظه های مشکل نمیدونم در سفارت باز مشکلات دیگری را با وجود آوردن، با همون فروشی چیزهایی که هست، اون سپرافکا و نمیدونم بعضی سندهایی که در سفارت میدهن، اونها را دوباره دچار مشکلاتی بیشتر کردن. و امروز هم وقتی میبینیم که بعضی پروازها به روسیه باز شده است، اعتراض مردم را با وجود آورده است. چرا؟ چون که باز هم از همین مصیبت مردم باز میخواهند این حکومت داران و به خصوص یک خانواده و مخصوصا وقتی که میبینیم این شرکت هواپیمایی سامانایر متعلق به کیست همه میدونند و این حصاری کردن فضای بگیم خط سیر هوایی در کشور این همه میدونند مال کیست و همین خانواده دوباره آمده است بلیت هواپیمای مردم رو که واقعا شما تصور کنید در منطقه های ما در همین شب و روز در تاجیکستان میگفتن ماهای مارس اپریل همین ماها رو میگفتن اینها ماهای زن طلاق هستند. یعنی مردم دیگر ذخیرش به پایان میرسد، در زمستان همه چیزش به تمام میشود، مشکلات کمبود خوراک و تمام پول و اینها، چون مردم از روسیه برمیگردند و این مدت در تاجیکستان در خانه هاشون زندگی میکنن در زمستان و وقتی که ماه مارس اپریل میشود الکی ذخیره ها تمام میشود و جنگ و جنجال ها در خانواده ها سر میشود و طلاق ها زیاد میشود. به همین خاطر این مردم بعضی مردم و این ماه ها ماهای زن طلاق نامگذاشتگی هستند و این شب و روز ما در همین ماه ها قرار داریم. بعضی اینه که در سال گذشته مردم ما در کرانتین بودن، به خاطر کووید نتونستن به روسیه بروند و ذخیره زیادی ندارند و حکومت این را درک نمیکند واقعا، یا درک میکند و پروایی هم ندارد و فقط به فکر کیسه خودش
و به فکری البته نباید گفت حکومت، شاید گفت فقط یک خانواده، یک گروه که اینها را حکومت گفتن هم حیف است واقعا، ولی واقعا اینا همین کارا کردن. و امروز ببینید که دوباره بلیت هواپیما را 5000 اعلان کردگی هستند برای مردم، یا نمیدونم 3000 سومون اعلان کردگی هستند، ولی بیشتری مردم میگن که بلیت از 10000 تا 12000 و 14000 قیمت شده است، نرخ دارد و نمیتونن بخرن. باز هم از همین مصیبت مردم اونها چیکار کرده ایستادن؟ سوء استفاده کرده ایستادن. و این جنبه های قضیه هست که مردم الکای بجون مردم زده است، الکای دیگر کوسه صبر مردم لبریز شد و این جنبه های قضیه باید توجه شود و اینها میخواهید نمیخواهید این مردم دیگر تحمل ندارد. باور کنید این مردم خیلی صبر کرد، این مردم واقعا صبور بوده است که تو این لحظه تو این حال چنین وضعیت ها را تحمل کرده است. حالا شما تصور کنید که مردم ما از حکومت ما نفقه نخواسته است، به اصطلاح سقورتای طبی نخواسته است، یا جای کار دائمی در وطن نخواسته است، هیچی نخواستن این مهاجران، فقط خواستن که بلیت هواپیما را به همون نرخی که خودشون اعلان کردن به اینا بفروشن. ولی ببینید باز هم میگویم از مصیبت این مهاجران، از مصیبت مردم اینها سوء استفاده میکنن، از حالت تنگ دستی مردم سوء استفاده میکنن و اینها دیگر نمیتواند به آرامی پشت سر شود، به راحتی پشت سر شود، دیگر مردم این را تحمل نمیکنند. و مطمئن باشید که مهاجران وقتی در روسیه میبینن که مردمی روس چگونه زندگی دارد، حداقل مردم روس یک سقورته طبی دارد که طبابتش به پول است، ولی در کجاست در کشور ما چنین کاره؟ در کجاست چنین چیزی؟ وقتی که مهاجر ما امروز نفقه نمید برای آیندهش نگران میشود، الکی بیشتری قشری از مهاجرین ما امروز دیگر به نفقه رفتن، در روسیه کار کرده است، تمام سلامتی و تمام زندگیش تندرستیش از دست داده است در روسیه و حالا نه نفقه میگیرد نه چیزی دیگر. اون باید چگونه زندگی کنه در آینده؟ نه در روسیه و نه در تاجیکستان، نه در روسیه و نه در تاجیکستان. ولی شما ببینید من درباره نفقه میگویم، واقعا این یک مسئله بسیار مهم است. امروز کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا به این نتیجه رسیدن که به هم دیگر، یعنی از اونها مهاجرانی که در روسیه هستن الکی نفقه میگیرن دیگر از این پس. و یا اینکه اگر نگاه کنید قرقیزستان الکی چند سال پیش با ترکیه یک چنین قرارداد بست که مهاجران کاری که در ترکیه کار میکنن از این کشور نفقه میگیرن، ولی حکومت تاجیکستان هیچ وقت در فکر مردمش نبود، هیچ وقت برای نفقه مردم کار نکرد، مگر اینکه از سال 2011 بود فکر کنم یا 12 وقتی که مخالفین مسئله نفقه مهاجرین رو مطرح کردن، اونها هم به فکر آمدن گفتن که ما این حل میکنیم، از اون سال تا امسال این نفقه باید، این مشکل نفقه باید حل شود. ولی چرا حل نمیشود؟ چرا حکومت دنبالش درست نمیگیره؟ واقعا هم اگر اونها در فکر مردم میبودن، مثل حکومت قرقیزستان یک حکومت مردمی میبودن، الکی با فکر مردم میبودن حل میکردن. چرا قرقیزستان میتواند با ترکیه چنین یک قرارداد بندد، میتواند برای مهاجرین کاریش در ترکیه این رو بگیرد نفقه رو، همچنین عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا است، از روسیه هم الکی نفقه میگیرد، ولی حکومتداران ما چرا نمیکنن این کارو؟ چرا حل نکردن؟ و یکی از اونها باز گفته است که اگر مهاجران میخواهند نفقه بگیرن باید پول بدهند. واقعا اون قدر پولی که این مهاجرین به وطن میفرستند این کم است و باید اونها باز به این حکومتداران باز پول بدهند تا که نفقه بگیرن. ولی مهاجر میداند که اون پولی که برای نفقهش میفرستد مثل پول راغون و پول دیگر بودجه دولت دیگر چیزها دزدیده میشود، دیگر اون روی اون پول رو نخواهد دید. چگونه به شما باور کنند؟ این مشکلات رو باید حل کنند و این مشکلات دیگر نمیتواند برای مهاجر این مشکل حل نکرد و مهاجر مجبور کرد که سرش خم کند و هیچ چیزی طلب نکند. بسیار خوب برادر بابا جان، حالا مسئله مهاجرت و مسائل عمده مهاجرین رو بحث خواهیم کرد. حالا فقط در مسئله شما گفتید که واقعا که یک تغییرات اومد. به نظر شما آیا مرحله همین قضیه بعدی قضیه برادر عزت امان دیگر اون مرحله پیش از اون نیست؟ یعنی یک تغییرات اومد از در چی؟ برای اینکه بسیاری چیزها بسیار بعد همین حادثه قضیه بازداشت و دیپورت برادر عزت امان، مهاجرین تاجیک باری اول درست است در مسکو
تظاهرات کردن به همون شکل و بسیاری از هلدانان، بسیار از فعالان سیاسی اینا میگن یک چیزی بی سابقه بود و اونهایی که به این کار دست دادن واقعا یک نیسار، یک قربانی کردن. بسیار مشکلی بود باشم داشت، با وجود همین آمدن تظاهرات کردن و بعد همین حادثه دیدیم که در خود تاجیکستان برای بلیت، نرخ بلیت تظاهرات شد. در مثلا در ترسونزاده هم همین خیلی مردم به اعتراض کردن و بعد اگر نگاه کنیم مسائلی حالا از داخل تاجیکستان، ویدیوها، نوارهایی که ابله انجام میدین اونها میاد. آیا واقعا مردم از همین قضیه عزت امان، برادر عزت امان، یک شجاعت، یک جسارت مردم بیشتر کرد؟ البته میتوان گفت که قضیه عزت امان تا حال حل نشده است و مردم مهاجر اگر در همین مرحله عقب نشینی کنند، واقعا حکومت به سرکوبش ادامه میدهد و فشارش بالای مهاجرین بیشتر خواهد کرد. ولی اگر مهاجرین بیشتر از این پافشاری کنند، حقوق خودشان طلب کنند و طلب کنند که عزت امان آزاد شود و این واقعا الکی این روند آغاز شده است و دیگر مردم، من فکر نمیکنم که دیگر مردم مهاجر از این روندی که رو به پیشرفت است، رو به رشد است، دست بکشد، عقب بشیند. شما روز به روز میبینید که در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی مردم بیشتر اعتراض میکنن یا بیشتر میخوان نظرشون بگویند با نام و نسب خود، با چهره خود. بله، با چهره خود، با نام و نسب خود. و این انا همون است که بیانگر آن است که واقعا هم قضیه عزت امان یک تغییرات، یک چی میگن، یک جرقه را به وجود آورده است در مردم، در میان مردم، در قلب مردم و دیگر مردم از اون مرحله ترس گذشت، مگر اینکه حکومت تاجیکستان باز چی نیرنگ کند و هر یگان نامعقول دیگر دست بزند. ولی اگر حکومت هر کاری هم بکند دیگر نمیتواند پیش راه این موجه بگیرد. چرا؟ چون که این مردم مهاجر مردمی هستند که تمامی مرحله های مشکلات صبر کردند، تحمل کردند، اثر گذراندند و دیدند که با سکوت کردن در برابر یک چنین رژیم، با خاموش بودن در برابر یک چنین حکومت، هیچ چیزی به اونها نمیرسد و زندگی اونها اصلا تغییر نخواهد کرد. انا برای همین دیگر مهاجرین ساکت نمیشوند، دیگر مردم تاجیک اصلا ساکت نمیشوند. ولی برادر بابا جان، ولی بسیاری از تحلیلگران میگویند که این یک مرحله همون حماسی و احساساتی هست که میگذرد، بعد اون همه چیز آرام خواهد شد. یعنی مثل که در قضیه بابایدانه، در مثل قضیه های دیگر که انجام شد، بعد چند وقت این خاموش می شود، یعنی یا همین سطح، همین شدت پایان می افتد. ولی شما گفتید که اگر مهاجرین حالا خاموش بیستن، نه تنها مهاجرین، ملت در عموم، بخصوص مهاجرین، آیا میتواند همین مشکلی که قریب حالا شاید یعنی استاتیستی واقعی وجود ندارد، دقیق وجود ندارد، برادر بابا جان، استاتیستی واقعی وجود بله، استاتیستی واقعی وجود ندارد که چقدر عدد شهروندان تاجیکستان در روسیه شهروندی دارند، ولی میگویند که حدودی شاید 1 میلیون باشد. آیا اگر خاموش بیستند، خاموش مهاجرین و دیگر عموما ملت خاموش بیستند در همین قضیه، مسئله شهروندی دیگر مهاجرین هم زیر سوال نه، ولی میتواند که به ارزشتر شود و همین سرنوشتی که به سر عزت امان آمد با دیگر مهاجرین، با دیگر شخصیت ها هم یعنی روبرو شوند، دیگر شخصیت ها و دیگر یعنی اینجا مسئله شهروندی مردم تاجیکستان، شهروندان تاجیکستانی که شهروندی روسیه را داشتند، این چی می شود؟ شما ببینید در مسئله شهروندی یک مسئله است، یک چیز است. اکثریت تاجیکان ما شهروندی هم روسیه رو دارند هم تاجیکستان.
و وقتی که یکی از طرف‌هایی که این شهروند اونجا هست درخواست میکنن، اینا میتوانن مورد در خطر باشن و این یک چیزی از توافق‌های بین دولتی معلوم است و همه میدونند که حکومت تاجیکستان در اکثریت برنامه‌ها، ملاقات‌ها، در اکثریت کنفرانس و سازمان‌هایی که وارد می‌شود و اولین کاری که میکند سندی همکاری درباره استردادی بازداشت شده ها یا اینکه زندانی ها یا اینکه به اصطلاح همون جنایتکاران با گفته خودشون امضا میکنند. چرا؟ چون که حکومت تاجیکستان در خطر است. خودش در خطر میبیند، در خوف میبیند از جانب شهروندانش، زیرا میداند که اکثریت شهروندانی که امروز در خارج کشور حضور دارند اونها از این حکومت واقعا هم خسته شدند و دیر یا زود اونها دست به اعتراض خواهند زد و برای همین حکومت تاجیکستان چنین یک سندهای همکاری را کوشش کرده است از همه بیشتر در کشور در درجه اول گذارد و با اکثریت کشورها، شما تصور کنید با کشورهای اسنگی، با کشورهای مثل ترکیه و اینا همین سندها را امضا کرده است و میخواهد از همین طریق بالای مردم، بالای دیگر اندیشان، بالای آزاد اندیشان فشار بیارد و اونها را برگرداند به تاجیکستان. اما اگر مهاجرین ما در روسیه یک اتحادیه کارگری، یک اتحادیه های مهاجرت مهنتی رو برای خودشون تشکیل کنند و واقعا هم در اون جاها برای حقوق خودشون تلاش کنند و وقتی که بخصوص شهروند روسیه هستند اونها باید از قانونگذاری روسیه استفاده کنند، اونها در این زمینه باید بیشتر کار کنند و میتوانند آهسته آهسته در دراز مدت از طریق این قانونگذاری های خود روسیه، از طریق تشکیل اتحادیه ها، از طریق تشکیل مثلا جمعیت ها از حقوق های خودشون حمایت کنند. این یک. دوما اگر همین مهاجرین سکوت کنند و با چنین کارهای دست نزنند و چگونه که تبلیغات حکومت را رو همیشه میبینه، اونها میگن که شما به هیچ گروه وارد نشوید، با هیچ یک سازمان و اینو کار نگیرید و مسائل سیاسی دخالت نکنید. اگر به این تبلیغات حکومت داده شوند مردمی مهاجر حتما دچار مشکلات بیشتری خواهند شد و تقدیر عزت، امان و کرامت شریف و مقصود ابراهیموف و دیگران برای اونها هم رقم خواهد خورد. بسیار خوب. حالا درباره اتحادیه کارگرا اینها صحبت کردید. در اینجا دانشمند تاجیک مقیم آلمان برادر حفیظ بابایاروف هم در همین مسئله یک خیلی خوب گفتگی بود که ما هم خواهش کردیم از اون که یک ویدیو یا یک چیز در همین باره همون فکری که در فیسبوک نوشتگی بود اون رو بفرستد، ولی متاسفانه گفتی حالا نمیتواند. ولی واقعا هم چیزی خوب گفته بود که این اتحادیه تاجیک ها یا نمیدونم کارگری تاجیک ها مثل که ارمن ها، گروزین ها، دیگر گرجی ها و اینها استفاده میبرن از همین اتحادیه ها در همونجا انجام شود، ولی متاسفانه چنین نشد. ولی مشکل برادر بابا جان، مشکل اینجا است. اصلا خود روسیه هم منفعت دار هست که این تاجیکان و شهروندان ازبکستان همون یک نیروی کاری ارزان باقی بماند و برای همین است که بعضی شخصیت های با نفوذ مهاجرین یا فرستاده میشن، سرکوب میشن، به هر نوع چندین نفر از روسیه به دپورت شد و خود تاجیکستان هم میخواهد مهاجری تاجیک فقط پول بفرستد بدون اینکه اون یک نیرو داشته باشد، یک آواز داشته باشد، یعنی مجرد فقط پول فرستانده باشد، پول بفرستد ولی در صحنه سیاسی و در مسائل کشور هیچ نقشی نداشته باشد و برای همین حکومت تاجیکستان منفعت دار هست که یعنی چنین اتحادیه ها قوی نباشد، شخصیت های مثل عزت امان، مثل کرامت شریف و دیگرها وجود نداشته باشند. منفعت دار است، زیرا اینکه یک مهاجر در این حالت چی باید کرد؟ یعنی سوال این است که حالا نه روسیه میخواهد و نه حکومت تاجیکستان، پس مهاجرین بیچاره چیکار بکنن به نظرش؟
البته این یک مسئله خیلی مشکل است، نباید اینا ما نادیده بگیریم. شما ببینید هیچ دولتی نمیخواهد به آسانی یک امتیازهای به دیگران بده، ولی این حقوق یا یک شخص یک نفر دیگر گفته است، یک یادم نیست حضور کی بود، گفته است که حقوق دادنی نیست، حق و حقوق یک انسان دادنی نیست، گرفتنی است. هیچ کس نمیارد به تو بدهد حقوق تا باید بگیری، باید طلب کنی. و این واقعیتی هست که مهاجرای ما روبرو هستند و فقط با طلب کردن، با درخواست کردن خودشون اگر کوشش کنن میتونن این حقوق خودشون از حکومت، چی از روسیه باشد چی از تاجیکستان، میتونن این حقوقشون طلب کنن، ما این حقوقشون به دست بیارن. ولی متاسفانه باید یک واقعیت ها را ما در نظر بگیریم. اکثریت مردم ما به روسیه میروند، مردمی هستند که حتی زبان روسی رو خوب نمیدونن و این مشکل است. حکومت در فرستادن مهاجری به تخصص و خارج منفعت دار است. برای همین در تاجیکستان ما امروز نه دانشگاه تخصصی درست میتید بعد دانشجو، نه مکتب، نه یگان آموزشگاه کسبی. و ایلا چرا در تاجیکستان همین متخصصان خوب آماده نمیشوند و دیگر کشورها فرستاده شوند، نه تنها به روسیه. اگر در تاجیکستان برای مثال متخصصان خوبی، برای مثال ما و شما در اروپا هستیم امروز میبینیم مثلا در سوهای حتی از همین کسب‌های بسیار ساده مثل الکتریک، برقچی، چقدر نیاز دارن، همیشه دنبال چیزو میگردن چنین متخصصان. در ما این کم نیست، ولی اونها یک شخصان حکومت نمیخواهد در همین زمینه مردم رو آماده کند و بفرستد برای کشورهایی که مثلا اونجا یک امتیاز دارد مهاجر، اونجا مهاجر یک احترام دارد، یک حقوق دارد. فقط میخواهد این مهاجر بدون یگان کسب، بدون یگان فهم، بدون تخصص برود به یک جایی که نه از حقوق خودش دفاع کرده بتواند و نه به یگان مسائل سیاسی سرفهم برود و در همین حالت باقی بماند تا که اونها بتوانند از اون مهاجر سوء استفاده کنند. شما تصور کنید همین مهاجرای ما در روسیه بسیارش وقتی که به روسیه میروند با قرارداد کاری نمیبندند با کارفرما. اگر قرارداد، اگر مهاجری ما حداقل درباره طرز تهیه قرارداد، درباره قرارداد بستن و حق و حقوق خودشون یک معلومات داشته باشند، اونها میتونن بیشتر از حق خودشون دفاع کنن، میتونن بهتر با مردم سر کار بگیرن. ولی متاسفانه ما میبینیم که چنین چیزی در بین مهاجرین ما وجود ندارد و حکومت ما و این چیز دقت نمیکند. حکومت روسیه اومد و گفت که من از مهاجرین امتحان زبان روسی میگیرم، ولی متاسفانه چون مقامات در روسیه هم بسیار فساد زده هستند مثل کشور تاجیکستان، این مسئله تبدیل شد به یک مرکزی، باز به یک وسیله به اصطلاح غارت مهاجر. باز هم مهاجر رو میبرن، چند پولش رو میگیرن، باز اصلا به هیچ چیز توجه نمیکنن. همان گونه که همین کار رو در تاجیکستان هم کرده استادن. یعنی ما باید مهاجران خودشون، باید خودی مهاجر امروز از پسی تشکیل مؤسسه ها، نهادها و اتحادیه های باشد که بتواند از حقوق مهاجر در دراز مدت دفاع کند، بتواند مهاجر را به حکومت و طور درست معرفی کند، به هر حکومتی که باشد و حکومت های مهاجر پذیر، یا اینکه بتواند حقوق مهاجر را در برابر کارفرماها دفاع کند. و یکی از وظیفه های عزت همون هم که خودش حقوق شناس هم بود، همین عبارت بود و برای همین در بین مهاجران یک جایگاه پیدا کرد. اگر یادتون باشد همیشه میرفت دنبال کسانی که مهاجران را یا فریب کردند یا پولشون رو ندادن کارفرماها، عزت امان دنبالش میرفت، کوشش میکرد اون حق مهاجران رو گرفته به اونها برگرداند یا اینکه حق اونها، حقوق اونها رو حمایت کند و برقرار کند. و این کار است که مهاجران باید دنبالش باشند. باید مهاجران از این بعد در فکر چنین سازمان‌های حتما باشند.
بسیار خوب برادر بابا جان، ولی خیلی کالا مثلا درباره آینده و فعالیت مهاجران صحبت کردید و ولی واقعیت همین است که همین چیزی که در سرنوشت برادر عزت امان و سرنوشت رحمتی کرامت شریف بود، میگد که اگر من بخیزم از مهاجرین دفاع کنم یا یک مؤسسه بکشم، باز همون در زیر حکومت فشار و تعقیب حکومت قرار میگیرم و همین سرنوشت عزت امان یا سرنوشت کرامت شریف یا اون ده ها تن دیگه که از روسیه دیپورت شدن و بهترین انسان ها در روسیه بودن و خیلی انسان های آبرومند و پرنفوذ بودن، همه اونها را تقریبا دیپورت کردن. میگن پس چرا ما زحمتی بیجا بکشیم؟ خب باز هم این تکرار همون سوال است تقریبا. شما ببینید همین مهاجرین باید از حقوق خودشون دفاع کنند و هیچ کس نمیتواند اونها از مهاجرین حمایت کند مگر خود مهاجرین. شما ببینید فقط در یک قضیه عزت امان وقتی که مردم با تظاهرات دست زد، از عزت امان حمایت کرد، حکومت در چه حالت دشوار افتاده. یا اینکه شما باید بیارید مسئله اون قیمت شدن اینترنت بود، درباره اینترنت شما باید بیارید که وقتی که مردم خستن و خودشون امضا جمع کردن و از حقوق خودشون دفاع کردن، حکومت عقب نشینی کرد و این مسئله هایی هست که دیگر نمیشه. اگر شما منتظر باشید که یک کسی بیاید از حقوق شما دفاع کند، یا مهاجر یا مخالف هر کسی باشد، منتظر باشد که یک کسی بیاید از حقوق او دفاع کند، من فکر نمیکنم چنین اتفاق بیفتد. و این خود مهاجرین هر یکی ما هستیم که میتوانیم از حقوق خود، از حقوق همه مهاجرین در عموم دفاع کنیم. اگر ما در کنار هم بیستیم، ما همه مردمی که در خارج هستیم، در هجرت هستیم، در کنار هم بیستیم و از حقوق هم حمایت کنیم، مطمئن باشید که نه روسیه دیپورت خواهد کرد و نه تاجیکستان دیگر به چنین جنایت ها دست بزنند، اگر به شرطی که ما بیستیم و باز هم از حکومت طلب کنیم. برای مثال ما باید از سفارت طلب کنیم، باید این اعتراض ها را بیشتر کنیم، باید مردم از حکومت طلب کنند. این در حالی می شود که مردم بیشتر درک کنند، قضیه را بفهمند و آگاهی داشته باشند و حقوق خودشون را طلب کنند. باز میگم هیچ کس از حقوق مهاجر دفاع نمیکند مگر خود مهاجر. بسیار خوب. حالا یک برادر به نام طرفدار برادر عزت امان در خط هستن و از همه هموطنان برادران خواهش میکنیم که اگر هر کسی میخواهد صحبتی بکند، انتقاد دارد، فکری دارد، سوالی دارد، لینک گذاشتگی است در چت، وارد شود و صحبت کنیم. بفرما برادر، فکری داری، سوالی داری، شما بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من با بابا جان قیوموف سوالی داشتم. بفرما بابا. خب من یک مهاجر هستم، در فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنم، مهاجر عادی. اینا گفتن که از هر یک مهاجر میتواند از حقوق خود حمایت کند. بله. لیک هستن مهاجرانی که در زبان مادری خود را پورا گپ زدن نمیتونن. نو وای ادبی گپ زدن نمیتونن، چه خیلی از حقوق خود حمایت میکنن. بله. همین است سوال شما، همین بود برادر؟ بله. برادر بابا جان بفرمایید. خب بابا جان قیوموف، ما انتظار جواب هستیم. چه خیلی آنهایی که زبان مادری خود را ادبی گپ زدن نمیتونن، از حقوق خود حمایت میکنن در فدراسیون روسیه. بله برادر عزیز، یک مسئله رو ما باید درک کنیم. بیشتری از مردم ما، بسیاری از جوانای ما که امروز مکتب میخوانند، به خصوص در دهات، اون بیچاره‌ها مکتبی درست ندیدن که ادبی صحبت کنن یا زبان بآموزن یا علم بآموزن. چون در مکتب ما میدونیم که در بیشتر مکتب‌ها اگر شما بپرسید، مردم میگه که یک طلبه مکتب رو تمام میکنه، در همون مکتب دوباره معلم میشود. ما از این شکل معلم ها رو میبینیم
و سیستم معارف ما به یک سطح بسیار پایین رفته است. این مسئله یک چیز است. ما حق بتیم که در جامعه ما، در چنین جامعه‌ای که معارفش در دست این گونه افراد است، باید یک شخصی وجود داشته باشند که اونها دیگر درس نمیتونن بخونن و درسی درست نآموختن. این عیب اونها نیست، ما اونها را گناهگار نمیکنیم، ولی چگونه میتوانند اونها از حقوق خودشون دفاع کنند؟ برادر عزیز، وقتی که یک جمعیت میشود، یک اتحادیه میشود، یک نمیدونم یک نهاد میشود که اون از حقوق مهاجرین دفاع میکنه، ولی یک آدم در اونجا پیدا میشود که مثلا در مکتب خوب درس نخونده است یا اینکه سواد درست ندارد، علم زیاد ندارد و از حقوق خودش نمیداند و این وظیفه اون مرکز میشود و در اون مرکز یافت میشوند که شخصیت‌های مثل عزت امان، مثل کرامت شریپوف، مثل کریم جان یاروف و مثل دیگران که از چنین شخصان، از حقوق چنین افراد حمایت کنند. و اگر ما چنین جمعیت‌ها رو داشته باشیم، مطمئن باشید که از حقوق یک آدمی که سواد ندارد و به خاطر مشکلات روزگار علم ناموخته است، از حقوق اون هم افراد پیدا میشوند که دفاع کنند. انا همون نهادها، انا همون تشکیلات ها و جمعیت ها مهمه. بسیار خوب. برادر طرفدار عزت امان، حالا اگر با سوالی داشته باشی بعد صحبت دیگر برادران می توانید با سوال یا فکر خود رو مطرح کنید. حالا برادر عبدالله بفرمایید. میشنوید؟ سلام علیکم برادر عبدالله، میشنوید؟ و علیکم السلام و رحمت الله. برادران من یک چیز اکنون تاکید کنم که همین آدم میبروین گفت زدستن که عزت در آزادی ابلا و رگم مرا شنیده ایستاده؟ بله بفرمایید. همین عزت همون در آزادی میگن، دیگر میگن سیاست کم ترسوس شید. مردم که حقوق خود رو نمیدونه چه خیلی از یک کسی دیگه دفاع میکنه. این پست همین گپای بی‌معنی هم بی‌فایده هم میبرین، گپ میزنین کار فقط گپ زنی شد اینجا. یگون عمل یک تمام خلاص کردید برادر؟ نیست اینکه سیریازش هم مشکل دارد. برادر بابا جان، این برادر به نام عبدالله میگوید که فقط آزادی گفتن و گپ زدن و این وقتی که عمل نباشد دیگر چی فایده است؟ گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ برادر عزیز، همین سخن‌ها بودند، همین گفتن‌ها بودند که امروز مردم یک قدم پیش رفت. امروز مردم در رسانه‌ها بیشتر صحبت می‌کنند. امروز مردم آشکارتر میگویند که آزادی و عزت امان. امروز از داخل تاجیکستان میگویند که عزت امان را آزاد، نه تنها آزاد کنید بلکه سفیر تعیین کنید. انا همین صحبت‌ها و انا همین سخن‌ها بود که کار به اینجا رسید. برادر عزیز، و میفهمم شاید شما میخواهید که یک عملی بهتر یا یک کاری بیشتر مردم انجام بدهند، ولی هرچی در مرحله های خودش و تدریج و اونجا هم میرسیم و الکی رسیدیم به یک جایی که همین مردم اعتراض کردند و در نزد اون هم در نزد سفارت تاجیکستان در روسیه مردم اعتراض کردند. این خودش آغاز کار است. این نتیجه انا همین گفتن ها است. شما میگید که بیهوده میگید یا اینکه بیفایده میگید، این نظر شماست و محترم است، ولی مطمئن باشید که انا همین گفتن ها، انا همین دعوت ها، انا همین صحبت ها بود که امروز مردم درک میکنند، حقوق خودش میفهمند و دست به اعتراض میزنند. و ایستا مطمئن باشید که مردم، شجاعت مردم هم بیشتر خواهد شد و کار از این هم بهتر و بیشتر پیش خواهد رفت. برادر بابا جان، یک چیزی که این برادر گفت به فکرم اینم مهم است که در برابر گپ زدن باید عملم باشد. یعنی مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میگه دعا کنید، یک نفر رفت دعا کرد، دست برداشت که الله مرا دیگه و دیگه
بعد وقتی که خداوند میگه در همون حدیث قدسی است که میگه تو دعا میکنید ولی کارات ببین چی معنی دارد. یعنی درست است که گفتنها باشن و باز در پشت این گفتنها یعنی عمل هم باشد. به نظر شما این مهم نیست عمل؟ و به فکرم فعالان سیاسی در اروپا در برابر صحبت کردن ها هم عملهای ای پشت این صحبت کردن ها وجود دارد یا نه، یا تنها میان در همین افیرها صحبت میکنن؟ این واقعا هم جان دارد صحبت انتقاد این برات. بله درست است. این مثلا این نیست، مثلا دعا کردن مثلا فرق میکنه، ما باید فرق بگذاریم، چون که ما در اینجا دعا نکرده ایستادیم، و مردم دعوت کرده ایستادیم، یا اینکه با مردم صحبت کرده ایستادیم و حداقل مشکلاتی که در امروز در جامعه وجود دارد آشکارتر با مردم رسانده ایستادیم. و مثلا یک چیز است، هر یک اندیشه اول در ذهن است، هر یک چیزی که در همین دنیا با وجود میآید اول در ذهن پیدا می شود، بعد گفته می شود، بعد عملی می شود و طبیعی است که این چیزها وجود دارد. اما این گفتن خالی هم نیست. شما میبینید که در قضیه های در گذشته مثلا همین شرافدین گدایف وقتی که بازداشت شد و از دستی حکومت رحمانوف آزاد شد، آیا با چی راه بود؟ با همین راههای جمع شدن، تظاهرات کردن، با این گفتن با اینجا و آنجا. شما میدونید که قضیه عزت امون هم عیناً همین مسائل ادامه دارد. درست است که کرونا ویروس این کار رو برای مهاجر و برای مردم دیگر کمتر دشوار کرده است، ولی همین چیزها وجود دارد. مثلا مراجعت به سازمان ها، شکایت از پشت این قضیه ها به سازمان های بین المللی و همه اینها از طرف مخالفین در اروپا انجام شده ایستاده است. اون ستادی که حمایت از بازداشت شدگان بود، اون هم کاری خودش ادامه داده ایستاده است. میبینیم که یک چیزی وجود دارد، یک عملهای هم وجود دارد، به عمل نیست همه این گفتمان، یا اینکه فقط در حد گفتار نیست. میبینید تظاهرات ها میشود، میبینید با سازمان ها شکایت میشود، میبینید سازمان ها از این قضیه با حکومت فشار میآورند. همه این خودش کار است، کار میخواهد و این کارها البته که در عموم انجام شده ایستاده. برادر بابا جان، من بله گپ شما را گرفتم همخیل خیلی راست میگن، تظاهرات دارد، دیگر دارد. خیلی حاضر یگان اینفورماسیا که عزت امون در کجا است، در کدام احوال است، سلامتیش چه خیلی است، یگان نویگری نیست. مهاجر هم که حمایت کرد رفتن مهاجرها مالده است، برو آمدن ماشاءالله رفتن پیش پاسپورت رفتن، دیگر رفتن. خیلی شرایط هم خیلی بود، خود ما رفتن نتونستیم، اگر نه جلان داشتیم رفت. خیلی بچه شناس بودن رفتن، همشون قبیدن محکم کردن، نه از طرف پاسپورت، نه از طرف کنسولگری، نه از طرف جمهوریت. همین حکومتی ها یگان کس نگفتی مهاجرای همون شهروندای ما است او را آزاد کنه، دیگر کنه، یگان کس دیگر گپ نزد. هم خشکی رفتن عزت حمایت کردن، گرفتن او را محکم کردن. خیلی بچه شتگی هم پرودکتا بردن، دیگر کردن. این گپا من با فکر من، این فکر شخصی من هیچ کاره من خیلی چخه بگم خفه کردن نیستم. خیلی کدام هم بجاست میکنه کار خودش اینه که پروسته چیست با فکر من برای پیار شده است. این بروماده است گازده است، عزت آزاد کنین، دیگر کنین. من توضیح راست دیگه بیش که باوری نیست دیگه. حکومتی ها هیچ که گام نمیزنه، نمیتونن گازده. اگر دیگه راه دیگه داولین کردن، همین حکومتی را همین کمتر داولین کردن، دیگه راه نداره مخالفین. اگر مخالفین الटरनेटिव نداشته باشه چه خیلی مخالفینه. من همین حیرانم. تمام گفتم. بله برادر سلامت باشید برادر عبدالله، واقعا هم فکر خوب گفتن. من 2 روز پیش همراه برادر علیم شیرزمانوف معاون رهبر پیمان ملی یک صحبت داشتیم. اونم میگفت که حالا مثلا همین چی سخنی که برادر بابا جان حالا گفتن که خیلی مهم است، همین سخن گفتن هم خیلی مهم است. اینجا یک از فکرم از برادرای اوانگارد است چیزی وارد شدن که انشاءالله با اونم وقت میتیم صحبت کند. همین که گفتن که همین برادرانی که در مسکو و گرد اطراف اونجا تظاهرات کردن،
یعنی فکره مردمی روسیه دیگر مردم دیگر تاجیک رو به اون شکل نمیبیند، زیرا اینکه مردم تاجیک جوانان خصوصا که خواستن تظاهرات کردن اونها از خود نشان دادن که یک ملت قوی هستیم و واقعا هم گفت که دیگر بعد همین تظاهرات تصوری دیگر مردم بخصوص مردم روسیه از تاجیکستان از تاجیک ها تغییر خواهد کرد و امیدواریم که چنین باشد و واقعا هم درست میگوید که یعنی اینقدر صحبت ها اگر از پشت این کارهای نباشد نهادهای نباشد کار کند چندان فایده ای ندارد. همین خیلی نیست برادر بابا جان؟ بله درست است. این برادر ما درست شاید یکم به اصطلاح ناراحت شده است از اینکه زیاد حرف هست و عمل نیست، ولی من فکر نمیکنم که به عمل باشد. مثلا شما تصور کنید که وقتی که پرونده 15 نفر از مخالفین زندانیان سیاسی در سازمان ملل مطرح می شود، این طبیعی است که چی میگم این روند خود شد. حالا سازمان ملل طلب میکند که آزاد کنید، اونها این رو اجرا نمیکنند، بعدا سنگ سیاه می آید، بعدا باید دنبال این بریم مثلا مخالفین روی این کار میکنند و این خودش کار در جنبه حقوقی از لحاظ حقوقی فشار آوردن بالای حکومت رحمانوف است و از لحاظ دیپلماسی هم اگر شما نگاه کنید هومن رایتس واچ اون چی میگن که سازمان آمریکایی که برای حمایت از حقوق بشر است، اون در چیزهای خودش علاقه چند بار اعلام کرد در بالای تاجیکستان که آزادی های دینی مردم محدود میکند، آزادی های فکری آزادی اندیشه را محدود میکند، مخالفین سیاسی را فشار میارد. همه این چیزها علاقه بالای تاجیکستان فشار است. اینها به تاثیر نیست. درست است ما در عموم فکر میکنیم که اینها تاثیر ندارند، ولی واقعا همه این تاثیر دارد در جای خودش. و وقتی که از حکومت تاجیکستان طلب کرده می شود که شما در باره انا همین از حکومت پرسیده می شود در باره اینها که در باره آزادی بیان، در باره آزادی عقیده شما چی کار کردید، چی تغییرات آوردید، چرا حاضر هم این چیزا وجود دارد. اونها در حالت بسیار ناگوار قرار می گیرند و طبیعی است که اینها بالای حکومت تاثیر دارد، مطمئن باشید. و روح‌های دیپلماتی هم هست، دیگر روح‌ها هم هست که وقتی که مثلا شما تصور کنید که با مردم صحبت میکنن وقتی مثلا در یک کنفرانس در یک چیز میروند، نماینده های چند سازمان از مقامات از اون بگیم نماینده های دیپلماتی تاجیکستان میپرسند که مثلا قضیه زید سعیدوف چی شد، برای چرا آزاد نشد، یا اینکه میپرسند که شما از سازمان ملل از شما طلب کرد که چند نفر زندانی سیاسی را آزاد کنید، چرا نشد، در حالی اونها رد میکنن که زندانی سیاسی ندارن. و اینها همش بحث میشود و جایگاه حکومت تاجیکستان رو در بین سازمان ها و اینا جایگاه این حکومت رو پایین میارد و اونها خودشون میدونن و این مسئله رو درک میکنن که باید تغییرات با وجود بیارن، باید یک آزادی به مردم بدهند. اگر آزادی نمیتین واقعا هم دیگه مشکلات روز از این بیشتر میشود و مردم خودش بالاخره دست به کار میشود و وضعیت حکومت از این یکی هست بدتر میشود. بسیار خوب برادر بابا جان. یک برادر طرفدار عزت امان صحبت کردن، برادر عبدالله فکرشو نگفتن. حالا یک برادر داریم، ما جوانان اوانگارد نمیمونیم که پیشوایمان بیرود یا رود، همین خیلی چیزی دارد. حالا صحبت با اون میتیم. یک برادر به نام یتیموف هست، اونم وارد میکنیم. اول این برادر ما جوانان اوانگارد صحبت کنه و بعد برادر ما جوانان اوانگارد بفرما برادر. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من راستی یک سوال دارم در شما. بفرما. مقصد شما نسبت همین حکومت امروزه چی هست؟ همین رو میخواستم فهمم. سلامت باشین برادر بابا جان. راستی همین مردم تعجب آور است که حاضر هم همین سوال ها را میپرسن. واقعا
ما از حکومت تاجیکستان که خواستیم طلب کردیم و با مردم آزادی بتید، مخالفین سیاسیش آزاد بگذارد. تمام اون درخواست هایی که ما یک انتخابات آزاد این ما وقتی که میخواستیم از اینها را حکومت عملی نکرد، اجرا نکرد. برعکس بالای همه همین چیزها فشار آورد. شما ببینید کدام کاری همین حکومت قانونی است در چارچوب یک حکومت دموکراتی درست میاد. ما میخواهیم این حکومت با قانون اساسی که همین حکومت و همین حکومتداران تصویب کردن عمل کنه. از همه مهمتر به همون قانون عمل کنه. این خواسته زیادی است برادر. انا میگذاریم با سوال دیگه. فرض کردیم خیلی پرزیدنت یگم نفر دیگر باشه، فرق ندارد یا که حزب نهضت اسلام یا از گروه 24 یا دیگر غیره و غیره. ما یگم برنامه یا که یگم چیز دارن که مقصد داشته در فکر مردم باشند. شما در این گپ چی میگه؟ اگر شما آوازم میره و دو شنویدیم فکرتم آمد. برادر بابا جان بفرما. بعد منم یک در این مسئله یک فکری دارم. نگه برنامه دارند، هر کسی میخواد پرزیدنت شود و برنامه دارد که همین در فکر مردم باشند. بله، امام علی رحمان سال 92 آمد، برنامه خاصی داشت. بله داشت. فرم. ببینید برادر عزیز، شما انتخابات اولین پرزیدنتی تاجیکستان یادتون هست؟ اولین انتخابات آزادی که در تاجیکستان گذشت یادتون هست؟ اون رحمان عبیوف بود، دولت خدا نظروف بود، نصرالدینوف بود، بوبیشو شویف بود، نامزد بودن همه اینو. یادتون هست همون انتخابات؟ بله هست برادر. در همون انتخابات هر کس برنامه خودش معرفی کرد، درست؟ بله. ولی فرصتی بود که مردم برنامه خودش معرفی کنند. اگر شما فکر کنید اگر امروز همچنین فرصتی به همه گروه ها و همه شخص ها و همه افراد داده شود، آیا فکر میکنی یگان آدم غیر رحمانوف در تاجیکستان وجود ندارد که برنامه بهتر از رحمانوف برای تاجیکستان پیشنهاد کند، برای مردم پیشنهاد کند؟ آیا مردم تاجیکستان همه بی‌عقل هستند بجز رحمانوف؟ نه امام علی با فکر ما همه به معنی به عقل ایران ما پردش کنم میکنه. بعد همین مثلا حالا بایدن آمده در امریکایی که 200 سال تجربه چی دارد، اونم برنامهش یک برنامه 5 جلده و 6 جلده ننوشت. برنامه در بحث ها می شود، در دیبت ها می شود، در 2 صفحه می شود. اون ملت است، اون بودجت هست، اون دیگر انجام میدهد. من فکر نمیکنم که حالا میگن وقتی که همین سوال میدین، آیا وقتی که امام علی رحمان سال 92 آمد به چی آمد؟ از ازبکستان با تیر توپ آمد، دیگر به چی آمد؟ کدام برنامه در دستش بود؟ و این واقعیت نیست؟ اگر بایدن دا برگردیم، بایدن دموکرات های لیبرال کلوب خودش پاییز که خودش داره برادر. اگر دموکرات را بگذاریم برنامه ای که اوباما دا بود این بایدن دا هست. تمام این برنامه هم خیلی رو پاییز که خودش لیبرال کلوب پاییز که خودش داره. امام علی پاییز که پوتین داره. اگر پوتین با امام علی یک جای نمیشدن مگر عزت امونی که تاجیک گرجناست روسیه را داره میتونستن که انولی رو کنن، تاجیکستان رو کنن. یک خلاصه دبیر اگر پوتین به امام علی یک جای کار نمیکردن پوتین میداد مگر شهروند خودشه تاجیک هم که باشه. برادر عزیز که پوتین میشه پوتین رحمان درباره پوتین بایدن صحبت نمیکنیم، درباره تاجیکستان میگیم. همون رحمانوف امروز الکی خود مخالفین هم پیمان ملی تاجیکستان دیگر گروه ها هم الکی میدونن که باید چیکار کنن. یک حکومت گزارش برای این حکومت موقت باید تشکیل شود، تمام مراحل را آماده کند، فضا را برای انتخابات آزاد و
و در این مدت که یک حکومت موقتی تشکیل می شود تمام فرصت ها با وجود میاد و بسیار این شخصیت های پیدا می شود. شما مطمئن باشید زید سعید، شما مطمئن باشید دیگرها کسانی هستند که می توانند برنامه‌های بهتری رو برای رشد تاجیکستان پیشنهاد کنند. یا من حاضر نمیگویم از محیدین کبیری، چون که شما در میگن که مثال از کی میارید. شما تصور کنید در داخل تاجیکستان امروز وجود دارد زید سعیدوف در زندان است، محمد روزی اسکندروف هست، یا خیلی زیادن، خیلی افرادی هستند در تاجیکستان ما که 10 برابر بهتر از رحمانوف میتوانند برنامه پیشنهاد کنند، میتوانند مدیریت کنند و اداره کنند تاجیکستان را و اون را به یک کشور پیشرفته تبدیل بکنند و از این وضعیت اسفناک بیرون بیارند و حداقل تاجیکان رو به هم دیگر دشمن نکنند و به نام افراطی و نمیدونم گرین فروش معرفی نکنند. بسیار خوب. برادر یک بنام یتیموف هستن. حالا پیش از اینکه صحبت به اون بکنم، یک سوال به این ما جوانان اوانگارد که حالا جواب ندادن. همین امولی رحمان وقتی که سر قدرت اومد چی برنامه داشت غیر از اینکه با توپ و تانک از ازبکستان اومد؟ چی برنامه داشت؟ مثل که برادر دزدی فرما. این سوال برای من بود؟ بله بله. سوالی که شما در من دادین راستی که من در این سوالتون راستی خودم جواب داده نمیتونم، از بس که من خودم در اون سالهایی که شما 92 این برنامه‌ای که پیشوای ملت مقصد گفته سه برنامه داشت یا نداشت و چه من نبودم. من اول یک جوان یوش هستم، اولادار شدگی هم هستم، انیخشه نمیدونم که چی برنامه داشت نداشت. برای اول گفته هستم که در سوال شما من راستی جواب ندارم. سلامت باشین. بله سلامت باشین. تشکر که خیلی صمیمی صحبت کردید و واقعا هم امولی رحمان هیچ برنامه‌ای نداشت. اونا در مراسم ملی ماندن که در کشور آشتی اینا میاد بیارد، ولی متاسفانه از طرف ازبکستان با تیپ توپ آمد و همه را زد و تا در جای صلح و آشتی آورد یک جنگ خانمان شد. ولی به هر حال حالا برادر یتیم و یک نفر به نام یتیموف هستند، یک خواهر به نام عایشه دوران او هستند که حالا وارد شده نتوانسته شدن. برادر یتیموف سوالی دارید، چیزی نظری دارید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. اوز ما هست؟ بله هست. الو. همین شما سوال کردین که چی برنامه داشت رحمانوف؟ چه وای برنامه داشت پیش از سر قدرت آمدن؟ شما میگه نداشت، وای داشت. گویم چه خیلی برنامه داشت؟ بگه. الو. گوید. بله گوید گوش داریم. خیلی برنامه داشت چگونه؟ الو صدای ما هست؟ بله گاز زدن گره هست گاز زدن گره. وای برنامه وای همین بود که چگونه سنگک کشم، چگونه فیضعلی را کشم، این روز ملت چه فورم خیلی غلام کنم. این برنامه رحمانوف بود. این برنامه نیست برنامه داشت. این بود فقط غارتگری. مسئله سوال اینجا مقصد از سوال است که برنامه که او برآمد گاو زد چی گفت همون را پرسیدستن یا اون نیت شه نه نیت او را نگویم برنامه شه. ممنون فیض رحمان و میکروفون تون کشتگیه برادر. سلامت باشین. برادر عایشه خواهر عایشه دوران وای همین اوزی ما اومده. سلام علیکم. علیکم السلام. فرمایید. ما یک سلام درود خود را برای تمام مهاجران، برای تمام غریبان، رنگ من مهاجر ام، درد من، سلام خود را در تمام
مهاجرانی که از تاجیکستان در کل دنیا هستند سلام خود را میفرستم. و دوم من یک زن مهاجر هستم که سالهای دور به دراز دمی رسی هستم، همراه 2 فرزندم. من امروز از حکومت چی میخوام؟ من امروز آزادی امی عزت امان میخوام، آزادی وای کس میخوام که برای من کمک کردگی، برای من کمک زیاد کردگی. من آزادی وای میخوام، برای من بسیار کمک وای رسیدگی. رحمت کلام برای چشم خداوند آزادش کنم. پروردگار دستی اولای مهربان امور آزادی برای آزادی وای کس میخوام. برای که من زن هستم، زنش میفهمونم که دمی چی خیلی خینه برای زنی تاجیک بسیار. برای که فرزندی من نتونستم، فرزند من نتونستم، شوهری من در تاجیکستان ماند، رها محکم شدن. من همراه 2 فرزندم خطیدم، فرزندم نتونست، برای که خودم سومی کوارتیره دادن نتونستم. فرزند من ای مکتب گرفتم، دو جایی که فرزندی من میخوند در اون مکتب نه فرزند یگان حکومتدار میتونست خوندن، نه فرزند یگان وای میتونست خوندن. فرزند من ای به شرایطی گرفتم، ای او مکتب گرفتم، ای او حکومت چی وای کده است برای ما. یک پشتیبانی دولت، یک پشتیبانی همین مهاجران اوای کی بود؟ عزت امان بود. اوای هم گرفتم محکم کردن. به نام خدا شب روز دعا میکنیم که اوای آزاد کنیم. رحمت کلان آواز مخش رو آمد. بله 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 امی گفتنی هم اکا سلامت باشه خواهر جان، خواهرین، اکا جانین. خداوند شما را نگهبان، شما و فرزنداتون را نگهبان باشد و او برادر عزیز به حامی مهاجرین برادر عزت امان را هر چیز زودتر از چنگال همین ظالمین نجات بدهد. و برای که من خودی سفارت هم رفتم، برای من یاردن سفارت که چی کار میکنند؟ کاغذ فروشی میکنند، کاغذ ترگوت میکنند، ای سری کوچه ترگوت کاغذ میکنند، کاغذ میفروشند در مردم. مرا دج نگام نکردن، گپی منم وای نکردن. خودی آفیس اکا عزت امان رفتم، اونجا گپ مگیرفت، بیچاره تلفن کرد جای چی دکی امی زنک همونن آزاد وای کنه که این یگان دخالت در چیش نداشته که شوهر من در خود تاجیکستان بود. 80% وای مردک 80% شوهر من گرجدنی روسیه بود، رفت من در اونجا گرجدنی چیش پال یا نلیر ود شد. من 2 فرزندم رای 2 فرزندم در به خدا که ای زمین تا آسمان می ندارم ایک عزت، به خدا که دعا میکنم خیلی آزاد نکنه. من به نام خدا امی زنکا پایین امی رسیه در باشن فرزندامون میگیریم در کوچه میبرایم. به خدا که میتینگ میکنیم اگر آزاد نکنیم. دیگه نمیدونم چی گفتنیم. یک دعوی بود که پشت ماجرا میخیست، فقط دعوی. رحمتی کلو نکرد. سلامت باشین اکا جان. خداوند شما و اهل و عائلتان و فرزندانتان نگهبان باشد و او برادر زودتر از چنگال اینا نجات بدهد. واقعا یک سخنان حزن‌انگیزی گفتید، مثل اینکه صحبت‌های منم خود داده ایستادن. برادر بابا جان فکر نظری دارید؟ راستی ولی سخنوی این خواهر دیگر اون چیز گفتن دشوار است، ولی واقعیت است که وقتی عزت به یک چنین مهاجرای کمک کرده است، واقعا هم وقتی که دری همه جا حتی سفارت تاجیکستان برای این مهاجرین بسته بود، عزت امان درش رو برای اینا باز کرد، دست اینها را گرفت. و این همین است که امروز مردم برای او حاضرن با فرزنداشون به کوچه برویم. میبرویم ما زنکا جمع میشن، میبرویم میتینگ میکنیم. ما چیکار میکنم؟ مورا 5000 اشتراک میکنن، صدقه سری فرزندامون 5000 روسی هیچ گم نداره. میخیزم امی زنکا کودکامون میگیره میره میتینگ میکنیم. ببینید شما وقتی که مردم به این حد میرسد، یعنی ظلم از حد گذشتگی است. واقعا هم شما تصور کنید که یک حکومت فقط میتوند راه این مردم را پولکی میکند، یک حکومتی که فقط راه مردم را پولکی کرده میتوند،
فقط میتوند از این مردم انداز بگیرد، فقط میتوند بلیط هواپیماش 5000 اعلان کند و 12000 بفروشد. یک حکومتی که فقط میتواند بنزین در این کشور نرخش هر چی میتواند بالا ببرد و دیگر هیچ وقت اون پایین نیارد. یک حکومتی که میتواند فقط تمام نرخ خوراک و دیگر در تاجیکستان بالا ببرد و انحصاری میکند در دست یک خانواده تمام تجارت و نمیگذارد که هیچ کس با اینها رقابت کند تا نرخ پایین بیاید. این گونه حکومت به کی در کار است؟ واقعا هم باید مردم فکر میکنید خواه باور کنید خانه به همین حکومت دیگر نمیفورد. تاجیکستان رفتن هم نه کودکا را میفورد نه خودمان هم میفورد. به خدا که وطن یک چیزی عزیز برای ما و خیلی دوجه که چی نباشد ما تو میکنیم کار نیسته. کودکامون در مکتب ساز اوجا معلمای ساز آمدگی دوار کار میکنن و چی کار میکنن و معلمی ساز نباشد یگان استاد یگان وای نیسته. خیلی نه چی کار میکنیم دیگر در این مسئله میستیم تا مردن مونه غلامی کده میستیم در اینجا. نه خواهر عزیز نباید ما در اینجا بمانیم، نباید ما غلامی کرده بیستیم، بلکه ما باید مردمی را که اونها باید برای ما خدمت کنند در سر جاشون بشنویم. واقعا شما تصور کنید خواهر عزیز و مردمی تاجیکستان باید تصور کنند درک کنند اینا که این رحمانوف با تمام اون چینانگوی دولتی در اصل اونها باید خدمتگار شما باشند. میدونید برای چی؟ برای که اونها از حساب شما صاحب پول و مال شده ایستادن. از انداز شما است که اونها کار میکنن زندگی میکنن. اونها همه ثروتی که امروز رحمانوف با خانواده‌اش به دست آورده است یا اینکه هم وزیرا و دیگران به دست آوردن همش از انداز شما است، از زحمت شما است و اونها باید برای شما کار کنن. واقعا هم اینو درک کنند مردم باید. البته درست است. البته درست است. کار کنن. البته درست است. راست امی حکومت در چشم مردم خاک میپوشد، خاک روی راست خاک میپوشد. خودش مردم رنگ کوری صوب میکند، خودش بکری دفته یگان چی را نمیشنود، دردی مردم نه حس میکند نه میفهمد نه هیچی. مردم بیچاره میدونه چه سرگردان است. اگر به الله قسم به می تمام چی قسم میخورم روز 1 ینور امی برف و باران بود در مسکو، اما روز یک مادر بیچاره در پیش مسجد پول جمع میکرد. بیچاره شیشتگی دمو پول میطلبید. با الله قسم روز 1 ینور اگر کسی دمی مسجد نمازخوانی روز جمعه بود، ما تئاتر کودکان قطعی اومدم، ما دیدم کو دلم ریش شید. یک زنکی کلان سال در بالا نخوا مردم ما به این درجه وای باشد، نخود برای وای زنک در تاجیکستان وای کردن نتونستن حکومت. بله درست است. درست است. تاسفانه چنین است. حالا برادر آزادی به تمام تاجیکستان اگر صحبت و فکر نظری دارین سلام علیکم فرمایید. سلام علیکم و علیکم السلام. آواز من آماده است برادر؟ بله بله. برادرها کسی که میتینگ میگه هم در همه تورما شدگی این خطا است. همش جواب دادن یکی ما بودیم از همه میتینگ بچه ها و هم بچه که قپیدگی 200 نفر. اگر کدام توجیکی که در همون روز میش بود در همونجا فخر میکرد که من توجیکم، یک برادری توجیک زدن مردم خست همه ملیسا ها رو قریب بخوره. باور کنه اگر زده میزدنش 2 برادر برآمد. آدمای کلانسال بشن برادر آرام باشد، آرام. اون در شهر بیگانه آرام. بچه گشته خواب کردن. همین چیزی که من دیدم در ملیسا خانه سال 1993 94 دیده بودم که مردم در وضعیت وزمین دست همدیگر میگیرن. همین عدل همین کار شد که خودش در وضعیت وزمین دست برادرش میگیرد. در وقت قشاقی تاجیکستان یک برادر نیم تنان داشت، فریاد میکرد برادر بیا با ما چای بخور، با ما بشین صحبت بکن. همین عدل ده همین عیناً همین کار شد. عیناً در وضعیت وزمین
میرد فریاد میکند، تلفن میکند بیاره، ما در وضعیت وضعی گوشته این برادرها ده. یا اون کس نه گوشته مونده است نه تشنه مونده است. در خود همین ملیسایی که در همین عدل کار میکردن حیران شدن، گفتن که ملدی شما قرصک زده مونده. باور کنید تن دادم برادرم. یگون جای ترسش نیست. ما همینجا بدیم یکم آدمی که من رفتم احوال من بد بود که من ناموس تاجیکی داشتم، خستم رفتم که من برای حق خودم دفاع. صداشون قطع شد، من اونجا نیستم. مثل که صداشون برادر آزادی به تمام تاجیکستان هستیم. حالا اول باش همون برادر فکراش خلاص کند، بعد نوبت شما به نوبت شما. فرق کنه که تاجیک همون روزی که میشد میتینگ داد، هم دو بای تاجیک و کم بغل بای همون روز همه یک بود، همه برادر بود، همه هم صحبت بود. انا فایده ایزد امون همین ای برادرها که مردم جمع کرد بین هم دیگر. خب وقت نماز شد، من فکرم گفتم با تیاریم که برویم. سلامت باشین برادر. اون دیروز پری روز با امروی برادر اکی علیم شیرزمان صحبت داشتیم. اون میگفت که هر برادری که برآمد واقعا قهرمانی ملت هستن. ها قهرمانی نشان دادن، ها جان فدایی کردن، میدونستن که ریسک کلان هست ولی برآمدید. خداوند از شما راضی باشد، خداوند جزای خیرتون بدهد. که ما هم فخر میکنیم که ملت تاجیک چنین جوانان جسور دارد که با وجود ریسک ها، با وجود خطرها میبرایند کوچه برآمدن. از مابین 200 نفر دقت کرده باشید، این برادر یک نکته گفتن، میگه که وقتی که ما در اونجا برو اومدیم یک افتخار میکردیم، حتی در وقتی که کسی زندان میشد افتخار میکرد. میدون این افتخار از چی است؟ واقعا هم این مهم است، این خیلی مهم است که مردم ما الکی لذت آزادی را چشید، لذت آزادی خواهی را چشید و از انا همون آزادی خواهیش، از انا همون آزادی طلبیش افتخار کرد. این دیگر پایین نمی رود، این دیگر از بین نمی رود. چون وقتی که انسان از یک چیز افتخار میکند، مطمئن باشید که دنبال او می رود و اون حتما به اون می رسد. و این آزادی واقعا آزادی خواهی جای افتخار دارد. این یکم افتخار من دست شما را می فشارم و واقعا هم از شما تشکر میکنم که شما در اون لحظه ها از همه چی گذشتید و در اونجا بودید. این یکم افتخار ما بود. دوم افتخار من همین بود که ما برادرها تاجیکا یک جا شدیم که نم یک برادر ملیسا زدن، تمام برادر خیست که ملیسا رو بخورد، لیکن دو آدم برام گفت برادرها آرام باشید. دو برادر تاجیک آرام کردن باشد، ملیسا رو زده همونجا به فکرم مایی میکردن. یعنی دوم افتخار من که برادرها یک جا شدن، جمع شدن. یعنی من آرزوی من همین بود. بعد تاجیکستان این دست تاجیکستان ده همینجا برادر دست هم دیگه گرفتن. التماس وقت نماز خود زنده باشین برادر عزیز. همین حالا همین قصه که شما کردید، مردم مصر وقتی که همون انقلاب شد، مردم قیام مردمی شد، همین حالت دیگر میگفتن اسلامی و لیبرال و دیگر هیچ که همین فرقیت ها از بین رفت. و حالا مثال بسیاری از برادران هم از داخل همون مسکو خبر دادن که برادرایی که در اون زندان هستن هر کس میبرد غذا میداد و دیگر هم قدر همکاری و یعنی یک چیزی بود که هرچند یکدیگر را نمیشناسن. حالا همین برادر شما گفتید مثلا بسیاری شما یکدیگر را نمیشناختید، ولی وقتی که همون احساس آزادی میآید، وقتی که انسان ها احساس میکنن همونه، واقعا لذت میبرن. و این معنی که این آزادی را واقعا چیزی خوب است که آدم ها به همون برسن. و امیدواریم که ملت تاجیک نه تنها مثال حالا که در همین مسکو همین کار شد، امیدواریم که چنین آزادی را در خود وطن هم بچشیم، آزاد باشیم. با اینکه ملت تاجیک
هر خیل قشرها هست، اینا را باید یکدیگر همه باید در وطن خودش که نافای ما، خون ناف ما در اونجا ریخته شده است، در اونجا آزاد باشیم، صاحب کرامت باشیم، محترم باشیم، یکدیگر را دوست بداریم، یکدیگر را احترام کنیم. نه اینکه حالا مثل حاضر که ما حالا برادر بابا جان یک خیلی عجیب زد که گفت که برادر عزت امونه بردن در برابر این که باز مشکل ایجاد نکنن، باز مسئله تا حال میخوان که باز در برابر همین از مهاجرین سوء استفاده کنن، اون بلیطو را قیمت کنن. متاسفانه نمیخیل داریم اگر ما یک جا نشیم، یک نشویم، یک صدا بلند نکنیم، این همین مردم، همین ایده از حاکمان ظالم ما ادامه دادن میگیره. ولی وقتی که یک جا شدیم گفتیم بس است، مثل که برادرها کردن در مسکو و در دیگر جا برادر و خواهرها، انشاءالله امیدوارم که این بیداری دوام می‌یابد و قطع نمیشد. حالا به یک برادر هست یک سوال، همین پیش از این که اون بگیم، برادر Migration Justice for Everybody یعنی مهاجرت و عدالت برای هر یک کس. بفرما برادر فکر نظرتون بگین و آزادی به تمام تاجیکستان. اگر نمازتون خواندین بیایید از تجربه خودم صحبت کنید، برادراشون ببینن بشنون. خوب است، سلامت باشید. خب معلش من مورد تلفن میکنم بهتر بود انشالله. بله زنده باشید. منتظر. بیا برادر Migration Justice for Everybody. السلام علیکم برادران گرامی قدر. شوکت جانم خوش آمدید. بفرما. السلام علیکم برادر گرامی قدر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بفرمایید. سلامت باشید. ما یک مهاجری که در این مسکو سالهای دراز، یک 8 سال تقریبا 8 سال شد که در مسکو کار و فعالیت داریم. البته از زمان ناحقی‌هایی که در تاجیکستان هست اومدیم همینجا شهروندی گرفتیم. 12 نفر اهل و عائله را شهروندی گرفتیم، همینجا موندیم. فکرتون چی است برادر؟ فکر یا سوالی داره؟ فکر همین که عزت همون ما در مسکو که مدت دراز هستیم، بسیار همون مریض مرده ها همین چیزا را همون شخص یاردم میکرد به تاجیکستان میفرستادن. همین کارا را کی میکرد؟ یک اگر اکا عزت همون نمیکرد. شما خیلی در خارجه در آلمان یا در دیگر جا اینجا در زیاده است که 1.5 میلیون مهاجران که هست مرده میشد. مثال در ساختمان ها بسیار ناخوشی ها میشه. اکا عزت همه وقت دستگیری میکرد، همه وقت. آزادی به اکا عزت همون. تشکر زیاد. آزادی. زنده باشین، خداوند آزاد کند برادر عزت امون. ما هم همراه برادر عزت امون از سال 2009 تا 2010 یک جا در مسکو هم کار کردیم و یکی از برادرها و دوستای ما هم بودن. واقعا دلمون خون شکست برای که به این حالت گرفتار شده است. سلامت باشین برادر، واقعا راست میگن، خدمت‌های خیلی زیاد کردن و این اگر ما و شما اگر خاموش مونیم، هر کسی مثل عزت هست، عزت امان هست، همین نتیجهش همین حکومت همین کارا میکند. برای همین ما باید صدا بلند کنیم، باید آزادتر شیم و انشاءالله که هم این آزادی ما، آواز ما، صدای ما انشاءالله حکومت وادار میکند که حداقل به این حد تا این حد ظلم نکند و امید ما دیگر هدف آیندهمون این است که این حکومت برود و یک حکومتی واقعا دموکراتی، یک حکومتی آزاد بیاد که همه آزاد باشن. برادر ابو موسی هم وارد شدن، پیش از اون برادر شوکت جان محمد، یکی از دوستان و برادران و یکی از دوستانی خوبی ما. خوش آمدید برادر شوکت جان. بله بله، یکی از مبارزین. فرما برادر شوکت جان. پیش از اون برادر شوکت جان ما خانه شما را گرفتیم، اجازت گرفته بودیم پیش از این که ما این خانه شما بیاییم، گرفته بودیم اجازت. سلامت باشین. این خانه شماست؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، تماشاگران گرامی و محترم شبکه یوتیوبی پیام تیوی، پیش از همه خوش آمدید به این برنامه دو اکه محترم ما که اساسا این برنامه 5 سال پیش، سالهای 2015 2016 خیلی تماشابین های زیاد داشت و مخلصان زیادی هم داشت و با هر سبب ها این برنامه یکم در بین قطع شد و امروز خیلی خرسند هستم که با دوباره این دو اکه ما همت کردن که این برنامه رو گرفته برند و انشالله امیدوار هستیم که این دو برادر دانشمند ما این برنامه رو دوامناک گرفته میبرند. یک چیز رو گفتنی هستم که حالا ده ها نفر به من زنگ زده ایستادن به خاطری به برنامه پیوست شدن، فکر کرده ایستادن که توسط رقمی واتساپی من به این برنامه پیوست میشوند و همین دوستانی که اینجا برنامه رو تماشا کرده ایستادند به من زنگ میزنند. خواهش میکنم به سرخط چت نگاه کنید. در سرخط چت یک سیلکه مانده شده است، اون رو پخش کنید و توسط اون به برنامه این دو اکه ما، اکه محمود جان و اکه بابا جان، به برنامه بازچه گپ همراه شده فکر و اندیشه های خود رو بگویید. خیلی خوب میشد. و دوستانی که به واتساپ زنگ زده ایستادید، ما خیلی خرسند هستیم. باعث خرسندی است که با ما تماس میگیرید و میخواهید فعالانه در این شب روز فکر و اندیشه های خود رو بگویید. اما حالا که برنامه بازچه گپ رفته شده است، مستقیما به برنامه بازچه گپ توسط سیلکه استریمیار که در سرخط چت نشان داده شده است وارد میشید، خوب میشد. اکنون اگر اجازه باشد درباره قضیه های امروز میخواستم یک دو فکرهای خودم رو بگویم، اگر اجازه باشد. فرمایید. تشکر برای شرح توضیح برای بینندگان. تشکر. همین چیز مجبور کرد وارد شوم و تماشابینان شوکت جان مثل همیشه لطف دارید. لطف سلامت چندین همین عضو برادر گپ زدن درباره آنهایی که بازداشت شدن. تقریبا به 6-8 بازداشتگاهی شهر مسکو، ناحیه های شهر مسکو، همین شخصانی که هفته گذشته روز جمعه به تظاهرات برآمده بودند آنها را برده بودند و تقریبا من با 5-6 نفرشون هم صحبت شدم. این اونها مثلا گریم یک نفری که ازبک زبان بودند و فرزندانشون رو به تظاهرات بردن، هم همسرشون هم یک پسر و یک دخترشون رو بردن که دیگر وقت اون رسیده است که فرزندان باید چگونه گذشتنی تظاهرات و تظاهرات چی چیزهایی در پی دارد و باید در تظاهرات چی کار کرد، چی گفت، مردم چی میگوید، این رو ببیند، یاد گیرد. و این پدر با من تماس گرفت، تماس ویدیویی گرفته گپ زد، گفت که من خواستم که فرزندانم همه چیز رو ببینن، همسرم همه چیز رو ببینن، ما دیگر آماده باشیم یا دیگر فرزندانم هوشیار باشن، از سیاست آگاه باشن. و ما عموما تاجیکستانی ها که در اول های مثال گریم سالهای 90 بیدارترین مردم بودیم، مردم بیدار در سالهای 90 سرکوب شد با تیر توپ و تفنگ. مردم بیدار، مردم بسواد، زیایی های کشور که سرکوب شدن، امروز اون وقت شاید مردم در یک حالت کرختی بود و از سیاست اینقدر خبر نداشت که یعنی کار با تانک و توپ و در جوابش هم مثلا گریم تانک و توپ و تفنگ شد و اینجا همه شرایط هایی بدون تانک و توپ و تفنگ، بدون خشونت پیش رفتن و غالب آمدن بر ضد ظلم و استبداد وجود دارد تا اینکه به تیر توپ و تفنگ دست زنید و این همه رو ما تقریبا 10-20% رو هم حالا استفاده نکردیم. اگر ما با یک
خالصیت تمام که و باوری تمام که واقعا همه این کارها رو که امکانیت ها رو که برای به دست آوردن یک حاکمیت مردمی یا که پیاده کردن یک اصلاحات مساعدت میکند، ما همه این رو استفاده نکردیم و امروز هم در یک حالت کرختی قرار داریم و دیده شده ایستاده است که مردم آهسته آهسته بیدار شده ایستاده است و همین بیداری مردم باید چگونه باشد. من اینجا نه حرفای خودم، حرفای همه برادر رو گفته ایستادم که به نهایت به من معقول شد. میگه باید امروز تمام همین رسانه‌های مخالفین یک مسئولیت داشته باشند. مسئولیتشون این باشد که آگاهی سیاسی مردم را بلند بردارند و مردم به اصلاحات، به تظاهرات، به این مثلا گریم به پیاده کردن یک حکومت قانونی، یک حکومت قانون محور، به پیاده کردن یک حکومت شایسته سالار مردم محور باید با یک آمادگی و با یک مدار سیاسی و دانش سیاسی وارد شوند. وقتی که مردم با یک آگاهی سیاسی به این سیاست وارد می شود، به یک آگاهی تمام و عموما یک مدار سیاسی وارد می شود، در اینجا از خشونت کار نمیگیرد، آگاهانه رفتار می کند و مثلا گریم از ویران کاری ها پیشگیری کرده می شود، از شکست و ریخت ها پیشگیری کرده می شود، از خشونت و جنگ و جدال پیشگیری کرده می شود و مردم با یک سر و گردن بالا از این جهانبینی های امروزی حکومت می رود و حکومت خودش مردم خودش صاحب می شود. همین قدر بود. سلامت باشید برادر شوکت جان، خیلی صحبت خوب کردید و انشالله از هفته بعد واتساپ، تلگرام، هر چیزی که بود انشالله در اختیار همه برادران خواهیم گذاشت در برنامه بازچی گپ. ولی بیشتر حالا دیگر ما به همین استیمیت میریم که و شاید از هفته بعد تا 10 نفر بیشتر از زیادتر بتونیم وارد کنیم و میتونن که به همون زیر کردن همون لینکی که در چت میگذاریم به همون وارد شوند. اینم میشود، ولی باز یک رقمی خاصی واتساپی، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی که هستن اونها رو هم در اینجا میگذاریم که برادران فکر و نظر و ویدیو هر چیزی میخوان بفرستن و با ما، من و برادر بابا جان قیوموف در تماس شوند. انشاءالله که از این طریق میتوانند وارد شوند. و تشکر زیاد برادر شوکت جان، خیلی صحبت خوب کردید. برادر بابا جان اگر چیزی دارید و بعد این یک برادر به نام برادر یک دوست به نام یک سوال این است و یک برادر به نام ابو موسی با اونا هم وقت میدیم که اونا فکر جوابشون بگن. شما برادر بابا جان اگر فکر دارید در چیزی که برادر بسیار خوب، بسیار خوب. شوکت جان یک بار دیگر لطف داره، تشکر زیاد، خیلی لطف دارید. تشکر باشه. سلامت باشید. سلامت باشید شوکت جان. راستی محمود جان، من در صحبت اون برادر میخواستم یک نکته را یادآور شوم. تقریبا همین صحبت این برادر مرا به یک آواز برادر بابا جان کمتر پستر شده است به نظرم. آواز نمیدونم. نه هست. بیا. بله خوب است؟ فرما بگو. بله بیا. راستی صحبت این برادر که گفت من در زندان بودم و وقتی که در اونجا بودیم افتخار میکردیم و باز گفت که از وحدت خودمون افتخار کردیم، من به یاد یک قصه از حیات یکی از آزادیخواهان معروف مارتین لوتر کینگ انداخت. وقتی که مارتین لوتر کینگ اون آزادیخواه معروف در امریکا که یک سیاه‌پوست، یک کشیش بود و حرکتش بسیار با همین راهی مسالمت‌آمیز خیلی خوب انجام داد و بالاخره موفق شد که سیاه‌پوستا رو از اون ذلت نجات بده. در واقع یک چیزی جالب دارد، یک قصه جالب دارد. وقتی که یک زن را در یک اتوبوس تحقیر میکنند، یک زن سیاه‌پوست را در یک اتوبوس وقتی که سوار میشود
تحقیر میکنن، میگن که تو باید از جا بلند شوی بخیزی این طرف بیایی که یک سفید پوست در اینجا سوار شود. در اتوبوس هم به اونها بسیار بی احترامی میکردن به سیاپوستان و این زن بر نمیخیزد، از جاش نمیخیزد و میشتد همونخیل پافشاری میکند. برای همین کاری که از جاش بلند نمیشود در اتوبوس جایش به یک سفید پوست نمیتید و این زن جریمه، این زن بازداشت میکنن میبرن و چقدر جریمه میکنن. مارتین لوتر کینگ بعد از این قضیه مردم دعوت میکند و تحریمی انا همین شرکت اتوبوسرانی تمامی مردم دعوت میکند، چون در اون زمان یک گروه از سفیدپوستان بودن که برای آزادی، برابری نژادی و برای اصلا آزادی تمام انسان ها تلاش میکردن. تمامی سیستم اتوبوسرانی امریکا را تحریم میکنند و این تحریم آنقدر شدید میشود که تمامی تقریبا ورشکست میشود این شرکت اتوبوسرانی و میآیند کوشش میکنند که از مارتین لوتر کینگ و از سیاپوستان عذرخواهی کنند و بر اساس یک قانون دیگری که خودشان تصویب میکنند میان با حقوق برابر میتیند در شرکت اتوبوسرانی و این اولین حقوق، تقریبا یکی از اولین حقوق‌های بود که سیاپوستان توانستند از این راه به دست بیارند. حالا شما تصور کنید برادر عزیز، اگر همین شماها همین گناهی که در اینجا کار کرده بیاید شرکت سامانه رو تحریم کنید، همون گناهی که برادران ما در شبکه‌ها اینا اعلام کردن گفتن چندی بار و بیایم اینا تکرار کنیم، تحریم کنیم شرکت هواپیمایی سامانه را و دیگر تجارت‌های خانواده را، میدونید چی میشود؟ واقعا هم این کاری کم نیست و زود میبینید که اونها از شما بخشش خواهند پرسید و در پیش شما را حداقل حقوق‌های شما را احترام خواهند کرد و این واقعا هم یک شباهتی، من این قصه رو فکر کردم به ذهنم آمد و فکر کردم که مهاجرین ما هم میتوانند از این وسایل به خوبی استفاده کنند در مقابل این. انشاءالله برادر است، خواهر است، یک سوال که به همین نام هستی اگر سوال داشته باشی بفرما، بعد اون یا سوال یا فکری داری بعد ابو موسی و بعد برادر مهاجر فرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت. برادر عزیز، من یک سوال داشتم. چه خیلی کنیم همین مردم تاجیک رو که از خواب بیدار شود به زودی همین زندانیان سیاسی بیگناه رو از زندان آزاد کنیم؟ چه خیلی کنیم مردم ترس از دل خودمان دور کنیم؟ بهترین. شما خودتان حالا پیش از این که برادر با وجود بدیم، شما خودتان یگان فکری دارید، یگان چیزی دارید؟ جواب شما چی است؟ چیکار باید کرد؟ این سوال خودی من؟ بله. من این سوال برای چی دادم؟ برای اون که تاجیکستان حینی تلفن میکنیم گپ میزنیم، یکون چیز میپرسیم سوید یا یکون چیز را زمان رامو خونانگی خودمون علاقه را قد میکنن، در چی صحبت نمیکنن، در تبو ترسان شدگیم، در تبو میترسن، نمیشه وقتشون گپ داده. یکون سیستم فهمیده. همین چخیر کنیم، همین چخیر کنیم که همین ترس از دور بگردونیم. سلامت باشید برادر بابا جان، فرمان و بعد منم یک نظری کوتاهی در این باره دارم. ببینید برادر عزیز، ما در سال 2015 یا تنبو شد اگر یا بیاین پیشتر از اون بگیریم، در گذشته اگر شما فکر کنید هر چقدر که در این باره صحبت میکردیم آیا کسی حاضر بود بیاید مثل که حاضر شما صحبت میکنید، مردم حاضر بودن بیاین با ما صحبت کنند. همین برنامه بودشیگه هیچ کس حاضر نبود، حتی کارشناسا جرأت صحبت کردن با ما را نمیکردن، ولی آهسته آهسته این چیز به وجود اومد. آهسته آهسته مردم جسارت پیدا کردن. امروز ما نمیتونیم بگیم که مردم ما دیگر مثل گذشته هستن، جسارت ندارن یا اینکه صحبت کردن نمیتونن یا میترسن از این قبیل حرفا. الکی این جسارت آهسته آهسته در مردم پیدا شده است. جسارت چگونه در مردم ایجاد کنیم؟ همین که امروز مردم برای عزت همان خیست است، برخواست است و تظاهرات کرده شده است
این جسارت است. همین که ما امروز میتونیم در همین مسئله صحبت کنیم آشکار با مردم، این جسارت است. مردم زیادتر پیدا شدن، این جسارت است. یعنی الکی این جسارت با وجود آمده است، در ذهن مردم پیدا شده است. من فکر میکنم که ما در این زمینه با مردم بیشتر کار کنیم و من راستی گپ بعضی مسئله ها رو میبینم، بعضی چیزا رو فکر میکنم. جای یک برنامه دینی در زمینه شجاعت خالی است. یک برنامه دینی، شاید یکی از دانشمندای دینی ما اگر بیاید و درباره شجاعت بیشتر صحبت کند، البته باید بین شجاعت و افراطیت یا اینکه تندگرایی متفاوت قائل باشه، ولی شجاعت، مردم شجاعت این را داشته باشد که حق خودش طلب کند. مردم شجاعت کند که بیاید و از حکومت انتقاد کند، بیاید بگد که نه این کاری تو غلط است، بیاید بگد که این راه من را پولکی نکن، این راه من است و این راه تو برای من نساختی، این از پول ملت ساخته شده است، از پول کشور ساخته شده است. تو اگر یک راه نو میسازی بعد را پولکی میکنی در همینجا حق داری، ولی اگر این راهی که خود از پول ملت ساخته شده است، از بودجه کشور من ساخته شده است، با پول من ساخته شده است، حق نداری این پولکی کنی. در برابر این جسارت ایستادن پیدا کرد، این الکی جسارت است و این پیدا میکنه روی سوی مردم. و همون گونه‌ای که شما گفتید در برابر زندانیان سیاسی، شما فکر کنید برادر عزیز، در گذشته وقتی که تمام این بچه‌ها را زندانی کردن، مقصود اکراموف دزدیده بردن، آیا کسی تظاهرات کرد؟ به این شکل نه، به این شکل چیز نشد. ولی امروز برای عزت امون شد. یعنی این در نتیجه چی است؟ یعنی اینکه کاری مقصود اکراموف، کاری سید عمر حسینی، کاری محمد علی حید، کاری زید سعیدوف، کاری بزرگمهر یاروف، کاری دیگران بیهوده نبوده است. اونها بیهوده در اونجا ننشستند. یعنی اونها اون چیزی را که میخواستند امروز عملی شده است و حتما به زودی اونها را این ملت آزاد خواهد کرد و مطمئن باشید که این جسارت در این ملت آهسته آهسته پیدا شده است، بیدار شده است و این دیگر خاموش نمیشه. چگونه که برادر ما گفت، الکی این مردم ما از این جسارت، از این شجاعت افتخار میکنند. این افتخار دیگر از دست نخواهد داد این ملت و برای همین مطمئن باشید که اون زندانیان سیاسی به زودی آزاد خواهند شد. بسیار خوب. من همین یک نظری مختصر دارم. برادر عزیز، وقتی که 2015-16 بود، ما برادر بابا جان همین برنامه بازیگپ هم می‌بردیم، واقعا زیر فشار بودیم، زیرا عدد آدمایی که صحبت میکردن با چهره خود، با نامناسب خود خیلی کم بودن. ببینید حالا وضعیت پورا تغییر کرده است. برای چی؟ برای اینکه همون قدر آدم زیاد ببراید صحبت کنه، همین قدر برای حکومت هم مشکل می شود که همه اینا مثلا پیگیری کند و مثال فشار بیارد. ولی وقتی که در مابین یعنی ملت 10 کس 20 کس می شود، 10-20 کس شکستن، معیب کردن، بدنام کردن آسان است. ولی وقتی که حالا ببینید هزارها آدم ها با چهره های خود آمدن صحبت کنند، این حکومت رو ترسانده است. این نیست که مثلا حکومت واقعا در چندین جا عقب نشینی کرد، در مسئله حمزه عقب نشینی کرد، در مسئله فاطمه عقب نشینی کرد، در مسئله اینترنت، برای اینکه مردم صحبت کردن، گپ زدن. حالا ببینید بعضی حافظها مثلا خواننده‌های تاجیک هم که مشهور هستن، اونا هم صدا بلند کردن. این صدا بلند کردن ها هستن که حالت طبیعی میکند، حکومت مجبور میشه این را قبول کند که دیگه مردم نمیشود به مجبوری قپی. دیگر اون سال 2010 و 2015 این نیست که 5-10 نفر هستن، رو هزارها آدم هست که همین برآمده است و باز این دو روز به روز زیاد شد. ببینید الکی در مسکو تظاهرات شد، در داخل تاجیکستان شد، مردم در مسئله ابله و خیلی جدی گرفتن. همین نوارهایی که حالا میآید چرا 10 سال پیش نبود، 5 سال پیش نبود؟ برای اینکه مردم میترسن. حالا که مردم جسارت پیدا کردن، همون ویدیو میکنن میفرستن و این کانال های یوتیوبی اینقدر زیاد شده است، هر یک چیزی که یک نفر ثبت میکنن میفرستد چقدر تاثیر دارد. برای همین برادر عزیز، منم نظر من همین است که یگانه چیز صدا بلند کردن است و اون چیزی که برادر گفت باز کار کردن است و ان شاء الله اگر یک جا کار کنیم، اینا اون قدر قدرتی ندارن که همه ملت بگیرن چی کنن، نابود کنن. اینها
مجبور میشوند. ببینید چرا باقی گریخت، چرا مثلا حسنی مبارک ترک کرد، چرا علی زین العابدین ترک کرد، وقتی که مردم خیست. حالا مردم ما دارد اصلا زنده میشه، یعنی بیدار میشود، اصلا آواز خودش بلند کرده ایستاده است. حالا برادر اینجا دو برادر مهاجر هستن، یکتاش پیشتر در آمدگی بود. برادر ابو موسی شما فکرتون بگین، بعد اون برادر مهاجری که در ماشین بود اون بعد صحبت کنند. برادر ابو موسی بفرمایید. برادر ابو موسی گپ زنه. نیستی که صداش نیست موجود. نه بیرون کرد شه ان شاء الله. از گپ ابو موسی بفرمایید. سلام علیکم. از مشکل در آواز دارد برادر ابو موسی، خیر باشید تا وقتی که آوازتان درست آوازتان کو گپ زنید. برادر ابو موسی مثل که مشکل دارد. اون برادر مهاجری که اول در آمدگی بود اون صحبت کنند، در ماشین بود اون صحبت کنند، بعد این برادر دوم، برای که دو تا مهاجر به یک نام است فرق کردنش مشکل است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر ما هم همین به طرف ایستادن نتونستیم، روز دیگر ما داریم. ما هم یک موضوع قید کردنی بدیم. همین وقتی که یکم باری که همین حکومت ظلم بر سر همین خلق سر کرده بود، خلق اون واکنش نشون نداد، بعد همین دوام دادن گرفتن، همین مثلا همین ظلم بعد دوام دادن همین چیزا. مثلا یکمین باری که همین بر ضد همین وقتی مسجد ایشون نوریدین محکم کردن، یک خلق کم و بیش ناراضگی بیان کردن، دیگه خلق همه خب شد رفت. انا بعد از همین علاقه فهمیدن که مثلا خلق یگون وی نشون نمیداد، یگون موکنشی سخت نشون نداد. اول خیلی صبر کردن، دیدن که یگون خیلی سپیچکه گویم اگر به زبانی کوچگی کرده یگون وی نشد. بعد همین بعد دوام دادن گرفتن به همین طرز. بعد در کوچه ها نماز خوندن منع کردن، با یگون واکنش نشد. مثلا آدمای سیاسی گرفتن، بیگناه محکم کردن، باز یگون واکنش نشد. بعد شیرک شدن همین مثلا همین چیزی که میخواهن و چیزی که میخواهن همین چیزا را دوام دادن گرفتن. انا مثلا امروز که من سالهای من دور نه، من کرامت شریف فقط مثال یگون کس واکنش نشون نداد. انا اومد من آخران فاجعه که من دیروز من چیز کرد، برای همین من به همین خلق گفتنی هستم که بے پروا نباشن. انا بعد کارکنای حکومت هم فکر نکنن که دیگه مثل دیگراش خلق خب نمیکنه. این بار این چیزا منتظرم نشون که مثلا این والنی همین چیز گذره و بعد چطوری خواهند نسبت عزت همون بکنه. انا از تمام همین مهاجرات، تمام خلق همین من طلب میکنم که آرام نیستن. ما این بار مثلا آرام نمیستیم، ما دوام خواهیم داد. ما همین مسئله را گفتنی بودم. اگر ما امروز خواب کنیم همین روز سلامت باشین، سلامت باشین. یکان فوجیه مثلا بر ضد مردمی، بر ضد خلق باز با کار گرفتنشون ممکن. بله سلامت باشید برادر. در عربی یک سلامت باشین. حالا همین بعد مهاجر دو صحبت میکند. همین در همین فقط همین را بگم که در عربی یک قصه است، میگه که دو گاو دستن، یک تا سفید یک تا سیاه. بعد گرگ بایدش مصلحت میکنه که من مثلا سفید میخورم، شما هیچی نگی، همون گاو سیاه میگه.
بعد اونم میخرد، نوبت گوبی سیاه میاد، میگه من اومدم که دیگری چی نیست، شما را میخونم. بعد همون میگوید که اون وقتی که شما گوبی سویده خورده الکه اونجا من خوردید، یعنی من دیگه تمام شدم. واقعا وقتی کار اومد را، وقتی که مثلا اکای زید رفت دیگه رو خواب کردن، ما خواب کردیم، ما اومدیم، همه همین خیلی است. و تا وقتی خاموش میستیم یکدیگر پشت یکدیگر همه را مثلا چیکار میکنن، سرکوب مینن، پچق مینن گفته خودشون و به همین. ولی اگر یگانه رو صدا بلند کردن، گفتن، فعالیت کردن است. برادر بابا جان یگان چیزی دارید؟ وگرنه برادر مهاجر دو صحبت. بفرمایید برادر مهاجر صحبت کنن، وقتم کم مونده است. وقتم کم مونده است. بفرمایید. من صحبت کنم. بفرما برادر. من دوام بیتم. بگو فکر اگر فکر داری بگو و بعد مهاجر دو صحبت کند. بعد برادر ابو موسی اگر مشکلش فکر من همه که برادر همه حاضر یگان اینا از همین قضیه 10 روز شده است، یگان خط خبر نیست. با فکر من همین چیزا جدات کرده ایستادن که همین خلق مثلا آرام شوی و ما مثال با خودمون چیزی خلاصه معقولمون نسبت همون برادر بکنه. با فکر من همین سلامت باشین. برادر مهاجر دو بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. اما کسا خوبین انشاءالله. سلامت باشین برادر عزیز. بفرما. ما همین گفتنی دارم. آزادی با اکای عزتمون، استعفا رحمان و فسادزاده. مهاجرا عقب شینی نمیکنیم، فقط با پیش. برای مردم تاجیکستان، برای آزادی، برای انقلاب همیشه تیار باشین، همیشه آگاه باشین. با خونگیاتون نه ترسیده با تلفن خیلی گپ نزنیم، با چی واتساپ هر روز ویدیوی خیلی بریدگی را روی کنین، وارم آگاه کنین، نه ترسین. مثال مقصد ما هر روز خونگی خود ما آگاه میکنیم، خونگی پدر مادرم، زن و بچم، همه خواهر و اپم آگاه هم. انشالله انقلاب انقلاب انقلاب. سلامت باشید برادر عزیز. انشاءالله انشاءالله. حالا هر برادری که صحبت میکند، برای که به آخر برنامه رسیده ایستادیم، صحبت کرد برآمد، برای چند برادر دیگه منتظر است، اونا رو وارد شوند فکراشون رو بگن. زنده باشید. تشکر. برادر دیگر بفرما. مهاجر برادر ابو موسی اگر مشکلت حل شده باشد، مشکل آواز، صحبت کنید و بعد مهاجر سه. برادر ابو موسی. مثل که نیست. مثل که این برادر مهاجر سه بفرما. مهاجر سه. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام گرم خود رو میرسانم. من یک نفر مهاجر میخواستم فکر مهندسی خود رو گویم. اگر چی شود مثال نمیشود که همین مهاجرا уже من دیدم در مسکو خود نیست دیگه، ایلاج نیست. همین یک تا уже سمکو را جمع تاجیکستان رویم دیگه. چی بیستیم چی نبیستیم 2-15 یک سیش دیسای. برادر دیگه ایلاج نیست. به خدا یگان چی نیست. تخمه همه خیلی دیدم مثال نه پشتیبان داریم در اینجا. ما بریم مثال ما پیشوا داریم که تاجیکستان نبریم ای پیشوا طلب کنیم که ما را خیلی یگان همین چند تا همین مثال دولت این همین چیای قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجیکستان، بغیر تاجیکستان اون تا هم پیشوا دارن، اساسگذار صلح و وحدت دارن، نجات بخش سیاره دارن، ندارن. ما داریم. بریم ما کار طلب کنیم. برادرانی که اوس بلیت میگیرن استمیان خواهش میکنم نگیرین، در 7000 8000 بلیت نگیرین و ما 8000 20 در همختون فقط برین طلب کنین، جای کار طلب کنین. مردم دیگه چیش مونده آخه دیگه بچت همین در
Америка я сиёҳпӯста куштан, ҳама мардам ай пушташ хест. Моро иқта бурда шефамона ҳамо одамое ки фикр ақидаи озод доран, мисол мехоҳанд як чӣ кунанд барои миллат, бурда қир кестиян. Пага агар ба худо қасам ай пушти ҳамин иззат амон мо нахезем ку, якта мебаранд маҷақи ҳамамонро мебуроранд. Илтимос хоҳиш мекунам, наёен Россия дига ход нест, Россияда кор нест. Инамиҷа мо шиштем, ждат дорем. Мо мисол кор мекардем, дилмон пур буд ки мисол пулмон на тан иззат амон ҳаст, мерем муроҷиат мекунем, пули моро мегирам мета. Ина мо кор кунем, ҳатто медонанд ки мо дига пуштибон надорем, моро якта ба якта мешкананд. Ҳеҷ ҷо даъво кардан наметонем. Илтимос уже сумкора ҷамъ кунем, Тоҷикистон бирем, кор талаб кунем. Тамом. Раҳмат ба диққататон. саломат бошед бародари озодӣ ба иззат амон. озодӣ. саломат бошед дӯсти азиз. Барояд агар иҷоза ҳар кас бародари фикрша мегӯяд, барояд ки дигар бародаро ҳам суҳбат кунад. биё бародар ки шумо друзья ки шумо ки видеотона мондагӣ ҳастин, фикру назаре доред бифармоед. алейкум ассалом. фармо бародар. ва алейкум ассалом. дар ҳамин бахшиш ки адабӣ гап зада наметонем. Не оди бая бар чи мошенничество обвинит карда истодаанд. яъне ки пулои мардума гирифта ва як кали омуне аст ки биромада мега қарздора ма дига чизо чи ба амура клевита қати намебаранд маҳкам кунанд. масаб фреб карда ки ма қарздор апаш биромада мега тӯҳмат мекунанд. ин якум саволи ман. баъд дуюмаш ҳамин 5 соли дига бестанд ку ҳамин Тоҷикистон дига одам намебиёяд. мардум ай биҳиш гирехта истоданд. бале ба у режими ҳозира дига мардум ҳама ҳамин ватан безор шуда истоданд. нитош то вақти ҳамин авлоди Эмомалия ҳеҷ вақт даоҷа зиндагӣ ором намешавад. бале саволи ман ҳамин буд. зинда бошӣ бародари азиз. бародар бобоҷон ягон комменти доред, ягон назар доред? Kan duruст мегам бародаро, махсусан бародаре ки мегӯфт мо ҳама чимона ҷамъ кунем бирем Тоҷикистон. бародар ҳоло шумо наравед, ҳамон мардуме ки дар Тоҷикистон ҳаст, ҳозир дар ҳамон ҷо мондагӣ ҳастанд, ҳамоно бигзор аз ҳукумат талаб кунанд, ба қавли шумо ҳеҷ ка пешво надорад, оно пешво доранд. бигзор бираванд аз пешво талаб кунанд ки ба оно ҷои кор таъмин кунанд. масалан дар аксари кишварҳои дунё вақте ки одамо бекор мемонанд, барои ҳамон вақти бекоришон оно дар қайд мемонанд ва ба онҳо як маблағ дода мешавад. ҳадиақал таъмин кунад мардума бо маблағ, бо як маблағе барои зиндагишон пардохт кунанд, талаб кунанд аз ҳукумат ҷои кор барошон таҳия кунанд. ва ин фикри хуб аст, вале ҳадиақал дар ҳоли ҳозир шумо кӯшиш кунед ки ҳамое ки дар Тоҷикистон ҳастанд оно талаб кунанд. бале бародар Мансур бифармо. бародар Мансур. салому алейкум бародар. ва алейкум салом. пеш аз ҳама миннатдориро баён мекунам ба шумо ки дар ин саволо мо ҷавоб метиҳем. дар ҳамаш як чиза пурсиданӣ будам. як сол қабл бародари ман, акаи ман аз Москов ба сӯи Тоҷикистон сафар кард. дар аэропорт вая дастгир кардан, гуфтан дар одноклассник кадом видеои вай поделиться кардаги дай гай гурӯҳи 24 ё ки намедонам кадом мухолифои кадом видеора поделит кардай. 5 та фарзанди ноболиғ дора, 11 солаш додагиян. ин чӣ гуфтани ман будам дар ин савол? гуфтани будам ки чӣ ба ҳамин судҳои Тоҷикистон ноодилона суд мешаванд, ҳамин фарзандора дар назар намебиёранд, камби зоатора дар назар. мисол ман шахсан худам дар шаҳри Қазоқистон қарор дорам. мисол дар Россия район будам, унҷо мисол ҳама ҳамин чора ба назар мегиранд, ҳамин судо ҳама ҳамин кан худ кадмаму ҷинояткор худ чӣ коре накарда боша, серамно ҳамаи ҳаму мушкилиёро ба назар мегиранд.
سال چی میکنن در تاجیکستان یگان چیزا به نظر نمیگیرن. سودای ما 5 تا فرزند نابالغ یگان وای نکردن، گرفتن سود کردن از در زون ارجون کذابات قرار دارد. با همین فهمیدن دیدم که چی به همی سودای تاجیکستان هم هیچ صورت در نظر نمیگیرن که کدام سبب. روز ما یک خودم هستم، روز یک خودم توق هستم، 12 تا ناخر در خانه ما قرار دارد. مادرم دولین زندگی نیمش پرالیز شدگی و آینده کلم. من یک خودم توق کردم. مثلا ما چیکار کنم از این سال همین حکومت جمهوری تاجیکستان چی به همین را به نظر نمیگیره؟ یعنی که یگان اشتخای سال به عقلی که یگان اشتراف شون کنه یا که یگان پرزیدنت شون کنه یا که یگان خیلی چند راهی گایم. سال این مشکل در سر ما تو خام داشت. سال از خانه برادرم 5 نفر 6 نفر همسرش قطعی، مادرم، فرزندای خودم، سال یا اپایگم با جدا شدگی با فرزنداش همین پرابلما در یک منطقه آمدگی همین سودای تاجیکستان همین چورا به نظر نمیگیرن، ناعادلانه سود میکنن، یگان چیزا به نظر نمیگیرن، همو سیمیه را همو خانه را که همو آدم با همو استنش با جنایتکار نشوه. مثلا شخصا شتابی شونده اکا جان مقصد ما را فهمیدیم فکرم. بله رحمت کلام برای دقت کنم. خب محمود جان واقعا این برادر یک مسئله بسیار مهم گفته شده است. برادر اگر شما میخواهید از لحاظ حقوقی در این مسئله یگون کاری کنید، حقوقی خودتون طلب کنید یا برای آزادی و برای به هر صورت شما معلومات حقوقی را بیشتر میتونید که از جمشید دیاروف در کانال حقوقی من دارد، اونم برنامه دارد، میتونید از اون پرسید. کانال حقوقی من در یوتیوب از جمشید دیاروف است، حقوق شناس. در این باره شما میتونید شاید اون شما راهنمایی میکنه که واقعا هم میتونید از حکومت چیزی طلب کنید و یک نتیجه خوب شاید بگیرید. اما در عموم در باره اینکه حکومت هیچی را به نظر نمیگیرد، شما تصور کنید این حکومت مامورات دنیای را به سرش چی بود، بعد سر فرزندش چی بود، یک خانواده را ببینید چیکار کرد. این اصلا به فکر مردم نیست. شما تصور کنید قانونگذاری همین پارلمنتی که امروز در تاجیکستان قانون میگذارد فقط شرکت‌های مخصوص شرکت‌های خانواده را از نلاگ آزاد میکنند، از انداز آزاد میکنند، فقط به نفع خود خانواده قانون میگذارد. از همه همینها فقط به فکر یک خانواده هستند، بیشتر در اطراف یک خانواده و در خدمت یک خانواده هستند. و همین گونه شما تصور کنید که شما تنها نیستید برادری عزیز در این وضعیت. همین خانواده زندانیان سیاسی که باز درباره‌شون برادرها گفتن، خانواده‌های زندانیان سیاسی میدونید در چه وضعیتی هستند. بسیاری از اونها حتی نمیتونن فرزنداشون سوار کردگیان در خارج در اروپا و در روسیه و در اینجا هستن، حتی اونها را اجازه نمیدن که با پدر و مادرشون پول بفرستن. اگر پول بفرستن با پدر و مادرشون، پدر و مادرشون جنایتکار گفته باز برده زندانی یا شکنجه میکنن. مادرشون بیشتر مونده است، خواهرشون و دیگر در خانواده‌شون هیچ کس نمونده. این ظلمی که این حکومت کرده است واقعا یک حکومت ضد انسانی و ضد ملی و ضد مردمی شده رفته است. تنها شما نیستید، واقعا میگویم برادر، این واقعا یک حالت دشوار است، ولی خیلی ها هستند که مثل شما در همین خیلی مشکلات گرفتارند و دیگر باید همین مردم از این حکومت طلب کنن حقوقشون رو. با تهمت میبرن مردم از زندانی میکنن. اکثریت همون کسانی که امروز در زندان ها هستن خانواده‌شون در همین مشکلات گرفتار هستند. نباید ما اینها را نادیده بگیریم، نباید از اینها بگذرد. دیگه مردم باید قدم به قدم به سمت اون حرکت کند که از این وضعیت خودش بیرون کند. حقوق‌های برای مثال میگم برادر، فکر میکنم که هر یک قانونی که در کشور هست باید که اون برای به نفع اجتماع باشد. حداقل باید که در نظر بگیرد که پیش از این که یک کس مجازات میکند تمام شرایط باید در نظر بگیرد. ولی کدام قاضی در تاجیکستان آزاد بود و خودش تصمیم میگیره و میتونست اون همه حتی همین حکم‌هایی که صادر میشود همش تقریبا حکم‌های فرمایشی و حکم‌های به اصطلاح سیاسی هستند.
ولی متاسفانه از انا همین سکوت، از انا همین خاموشی، از انا همین ترس مردم این حکومت استفاده کرده است و مردم به همین شکل مجازات میکند و به همین مشکلات گرفتار کرده است. واقعا هم این حکومت اکثریت مردم را در یک حالت بسیار بد اجتماعی آورده. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی مردم واقعا در بحران هستند. مردم وقتی که کارگر نداره در خانه‌اش باید چیکار کنه؟ باید کجا برود؟ یک والا شما گفتید درباره اون، والا خدا را شکر بگید که شما هستید و برای اونها خدمت میکنید. من میدونم بعضی خانواده‌ها که در اونها اصلا یگون مرد نمونده است، هم از زمان کودکان مونده و این مشکلات خیلی زیادند برای اونها و باید دیگر مردم از حکومت درباره اینها طلب کنند. حکومت مثلا شما از حکومت طلب کنید که بیاد حداقل وقتی که این از زندان کرده بیاد خانواده‌اش تامین کند، یک معاش برای خانواده مشخص کند. چرا یک انسان را میبرد در زندان محکم میکند و خانواده او باید بمرن، باید چیکار کنند؟ اکثریت مردم این یعنی کشتاری با تدریج است واقعا همین مردم باید حد رساندن است که همین مردم واقعا هم باید دیگر راه دیگر نداشته باشد. مثل همون ضرب المثل معروفی است که میگه گرسنه به شیر میزند، ولی مردم باید که به همون شیر در بیفتند، دیگر دست به گریبان شوند و به همون حد مردم رسانده ایستادند و امیدواریم که این مشکلات به زودی حل شوند. برادر عزیز و شما هم از این مشکلات رها بیایید، برادرتون و دیگر برادران ما هم که در زندان هستند هر چیز زودتر نجات بیابند از دست این ظلم. آمین آمین. سلامت باشین برادر بابا جان. آمین. خواهر همسر خورشید شما اگر صحبت کنید سوال یا چیزی دارید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. من در مسئله برادر عزتمان میخواستم از شما پرسم که همین دادگاهی تور بیان کرد که خطا کرده است و به اساس شهروندی برادر عزتمان را انولیر کرده. وقتی که همین چیز را ویها قبول کردن، چرا ما همین جمهوری روسیه را، روسیسکای فدراسیا را یک به مسئولیت نمیتونیم کشیم، نمیتونیم آنها را از آنها یک جواب گیریم؟ خطا کردید، اکو همین اشتباه رو نمیتونن اینا اصلاح کردن. همین چیز خطاگیشان قبول کردن. نداریم نماینده یگان حقوق شناس در همین فدراسیا روسیه که رفته از حقوق برادر عزتمان دفاع کنن. آیا شما معلومات دارید یا ندارید؟ بله در این باره خواهر عزیز یک سیتودی که تشکیل شده است علاقه کار کرده ایستاده است، با ادوکات ها در تماسند، هم در روسیه هم در اروپا و پیگیر این مسئله هستند که قضیه رو روشن‌تر کنند و از راه قانونی از حکومت روسیه طلب کنند که عزت ما رو برگرداند و در این زمینه حقوق شناسا و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌ها در خود روسیه حقوق شناسا کار کرده ایستادن. اون سیتودی که هست فعال هست و کار کرده ایستادن. انشاءالله که امیدواریم نتیجه بدهد این مسئله. شما درست می‌فرمایید، کاملا یک فرموده درستی است و حتما پیگیرش هستن دیگر سیتودی که برای حمایت از بازداشت شده ها بود این مسئله رو هم پیگیری دارن. برای که من اینجا همون مسئله بشر رفتم، اینا گفتن که برادر یک ما نیستن. این تنها افرادی که در روسیه هستن با علیه یعنی قانونی عملهای غیر قانونی جمهوری تاجیکستان را ضد همونها فایل شدند. پس همین سوالان میباید داده های در خواهیم از دست ما چی میباید؟ شما چی مصلحت میدید؟ همین آخرین سوالان. خیلی خوب است خواهر عزیز، اگر در برابر این سازمان ها شما هم اگر در اونجا با حقوق شناس، خوبترش از همه در اونجا حقوق شناسای هستن که در این زمینه فعال هستند، قانونگذاری روسیه رو خوب میدونن، میتونید شما با اونها مراجعه کنید. بخصوص من به شما توصیه میکنم با مرکز تاجیکان با شهرت قدرت تفکیک خودش یک حقوق شناسی خیلی خوب است و امروز در اونجا تقریبا مسئولیت همون مرکز تاجیکان هم بر عهده دارد. شما با اون مراجعت کنید، مطمئنم که اون شما را راهنمایی میکند و در یک جایگی میتونید که کاری مفیدی بکنید. حتما همچنین وقتی که با شهرت در تماس میشید
اونم باز با شما که با او تماس میگیرید یک احساسی قدرت و احساسی خوب پیدا میکند و انشاءالله که کار خوبه میشود. حتما با قدرت شهرت در تماس شوید، نتیجه میدهد انشاءالله فکر شما. سلامت باشین. سلامت باشین خواهر جان، برادر بابا جانم سلامت باشین. سه برادر دیگر حالا گوش میکنیم، دیگر نمیگیریم که علاقه 2 ساعت و 10 دقیقه شد و مثل که باش. برادر بابا جان اگر تلفن من چیزی شد شما میتوانید محمود جان چی شد؟ برادران کسی از شما میشنوه صدای ما را؟ اگر میتونید صحبت کنید. یک نفر صحبت کردن گیرد تو اومدن محمود جان. برادر بفرمایید کی هست در خدمت؟ راستی نام ها رو نمیبینم در اینجا چون محمود جان چی کرده است؟ برادر بفرمایید یک نفر صحبت کنید، یک نفر از شما. سلام علیکم. اوز ما هست؟ بله بله بفرمایید. یکمش آزادی با اکای ایزا دامون ای در جلو را خداوند تستر نابود کنه، مردم همه دستاور شوید، همه مردم نترسین. یا هم خیلی ظلم کردگی که مردم هم را مثل خودشون به سعود گمراه کردن پرتوفتن. شما هم اکا همین برنامه خوشرو کنین، مردم هم بیدار کنین، مردم بیچاره مو خوان. میرم انشالله هجوم میکنیم. انقلاب نزدیک، انقلاب میکنیم اکا نشید. نمیشه. بله مردم خوب نیست برادر عزیز، باور کنید مردم بیدار شده است. ما فقط خیلی بیدار شده. درست است. فرمایید. گوش میکنم برادر ادامه بدید. خب باقی دارمون خدا کمتر کارم چه. سلامت باشید. سلامت باشین برادر، زنده باشی برادر عزیز. کی برادر دیگر یک نفر دیگر کی برادر خیرالله اگر فکر نظرتون بگین بعد به همین و برادر آزادی به تمام تاجیکستان که آمدن، ولی مثل اینکه وقتی ما خلاص شده است برادر خیرالله اگر گپی دارید بگین و بعد برادر آزادی به تمام تاجیکستان فکر نظرش بگن، بعد به همین جلسه را صحبت برادر خیرالله مثل که صحبت شما چی دارد؟ برادر کی آزادی به تمام تاجیکستان فکر دارید یگان چیزی اضافه داشته باشین به همین خلاص کنید. فقط به پیش برادران انشاءالله. همین ما فدایش همین تمام تاجیک، همین جان ما فدای برای تمام تاجیک، برای تاجیکستان، برای آزادی همه مردم. سلامت باشید برادر. خداوند شما را حفظ کند برای تمام مردم تاجیک برادر. خداوند شما را نگه بدارد که برای این مردم خدمت کنید. سلامت باشید. سلامت باشین برادر خیرالله. اگر صحبت مثل این که صحبت کرده نمیتوانید، اگر فکری دارید بگویید بعد به همین جلسه را خلاص صحبت. خب برادران هموطنان عزیز گرامی، این بود صحبت ما. انشاءالله هر هفته روز شنبه ساعت 5 اینجا صحبت خواهیم کرد، همراه ما و برادر بابا جان و همراه شما درد دل، مسائل داغ بحث بررسی خواهیم کرد و امیدواریم که هفته آینده باز در همین وقت ببینیم. از برادر بابا جان تشکر میکنیم که وقتی خود را دادن اینجا شرکت کردند
و همچنین همه برادرانی که در اینجا شرکت کردن، لایک موندن، پدلیت کردن و اونهایی که نظر نوشتن و در اینجا صحبت کردن، هم از همه اونها و اونهایی که ما رو دیدن از یکایک شما تشکر میگوییم و امیدواریم که برادر عزت امان هر چه زودتر از چنگال این ظالمین نجات بیابه و دیگر محبوسان سیاسی. و یگانه راه این است که ما باید کوشش کنیم، سعی کنیم، صدا بلند کنیم و انشالله به همین راه ما میتوانیم این حکومت ظالم و فساد زده را از قدرت دور کنیم، یا حکومت واقعا مردمی بیاد که همه تاجیک در آن آبرومند باشد. برادر بابا جان پیام اخیرتان بگین و بعد به همین. خوب، تشکر میکنیم از بیننده ها و از شرکت کننده هایی که در اینجا با ما همراه شدند، وقتشون دریغ نداشتند و امیدوارم که هر چه زودتر تمام زندانی های سیاسی ما آزاد شوند و عزت امان از جمله آزاد شود، به مسکو برگردد و در خدمت مهاجرین باشد و نه تنها در خدمت مهاجرین، و امیدوارم که در آینده چه خیلی که اون برادر دیگر از داخل تاجیکستان خواسته بود، اون همچون سفیر در خدمت ملت باشد دیگر، نه فقط همچون یک خادم یا رهبر یک مرکز تاجیکستان. و خدا خواهد به چنین روزی هم خواهیم رسید اگر این چنین تلاش ها، این چنین زحمت های مهاجران ادامه پیدا کند. سلامت باشین. خدا نگهدار. خداحافظ، در پناه الله پاک باشین. در تا هفته آینده خدا حافظ و مددگاری همه.